سلام الیابه. متاسفانه سیستم های من فکر کنم هر دوتاشون هم صدا مساعد نبود، درسته؟ شاید بله، عرض سلام بسیار خوب. دارم. ما بله دیگه صحبت کنید. متاسفانه موسیقی امروز نخواهیم داشت مگر اینکه دوستانی باشن که بیان از گوشی خودشون در واقع برنامه رو ما ببریم جلو، ولی کن دوستان به ما پیوستند. متاسفانه مشکلات سیستم هست و من نتونستم موسیقی تقدیم حضورتون کنم امروز. موسیقی که در صفحه آقای رحیم دکتر رحیم آقبایراق هست من اون رو میخواستم پخش کنم. مشکلات سیستم هست و عذر تقصیر. میتونی به صفحه ایشون مراجعه بکنین، موسیقی روز رو بشنویم. بریم سر اصل موضوع. یکی از معضلات فکری و اجتماعی جوانان و حتی جامعه دانشگاهی آذربایجان ترس و ابا از ترک نامیدن خودشان هست، چون در دوران حکومت پهلوی که اثرات آن هنوز هم باقی است، ناجوانمردانه ترین ضربه ها بر شخصیت ترک های ایران وارد آمد. در طول حکومت 53 ساله رضاخان و پسرش، ترک‌های ایران از هر نوع توهین و تحقیری در امان نبودند و امروزه هم گویی کلمه ترک کابوسی است بر جوانان ترک دیگر نقاط کشور، خصوصا تهران، تا جایی شده که جوان تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، همدان، قزوین با دو نوع هویت تحقیر شده ترکی و هویت افتخارآمیز آذری روبرو شدند. ترکی صحبت می کنند ولی خود را آذری می نامند. وقتی از او می پرسی ترک هستی یا آذری، می گوید آذری. وقتی می پرسی آذری یعنی چه و منظور از آذری چیزی برای گفتن ندارند. اما وقتی همین ترک خود آذری پندار از ایران پا بیرون می‌گذارد، ایرانی بودن خود را هم انکار می‌کند و خود را ترک اصیل معرفی می‌کند. آیا آن هم از نوع ترک ایرانی؟ احمد کسروی. امروز در مورد ایشون صحبت می‌کنیم. متناقض‌ترین نویسنده‌ای که در دوران معاصر آذربایجان اعتقاد به برتری زبان ترکی داشت، به زعم خود برای حفظ ایران متحد نظریه زبان آذری رو اختراع کرد. امروز با حضور دکتر رحیم آقبایراق ما به این مبحث خواهیم پرداخت، همونطوری که در تیترمون و در آگهی هایی که خدمت شما در واقع ما ارائه کردیم. زیاده صحبت نمی کنم. باز از اینکه نتونستیم در ابتدای اتاق موسیقی داشته باشیم و در انتهای اتاق هم مطمئناً نخواهیم داشت، ولی که مگر اینکه رادیو هارای به ما بپیونده و از رادیوی ایشون ما بتونیم موسیقی رو تقدیم حضورتون بکنیم. من مایک رو واگذار میکنم بعد سمت الیار عزیز و ایشون هم خدمت آقای دکتر رحیم آقبایراق هدایت کنند. سلام و عرض ادب میکنم دوباره خدمت آقای رحیم آقبایراق و به خاطر تمام زحماتشون ازشون متشکرم. الیار بفرمایید، مایک پیش شما. خیلی ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. امروز 3 مارس 2024 برابر با 13 اسفند ماه 1402 در سلسله برنامه‌های تخصصی تاریخی با دکتر رحیم آقبایراق در مورد موضوع زبان ترکی و کسروی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. به هر حال در پروسه تاریخی و آسیمیلاسیون فرهنگی زبانی ملت ما که با ایده ها و نظریه پردازی های زبانی نژادی مواجه بوده، قریب 200 سال رو طی تاریخ کرده. به هر حال من مایک رو میدم خدمت جناب آقای دکتر رحیم آلبایراق. خودشون میتونن در مورد دیتایل و جزئیات این پروسه صحبت لازم رو بکنن. خیلی خوش اومدین جناب آقای دکتر رحیم آلبایراق، شما رو میشنویم. مرسی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستانی که از آذربایجان و نقاط دیگر دنیا احتمالاً صدای ما رو میشنون، از ایران میشنون، به خاطر اینکه این فرصتی که در اتاق برای این گفتگوها فراهم کردین یه شکلیه که بعداً ضبط و منتشر میشه در تلگرام و
بعدا میبینم که چند هزار نفر این سخنرانی رو در واقع گوش کردن، احتمالا موقع رانندگی، موقع بافتن قالی، موقع کارهای روزمره‌ای که انجام میدن، فرصتی برایشون میسر هست که برای مردمی که عموما الان فرصت مطالعه مقاله کتاب ندارن و اگه کتاب و مقاله هم بخونن، برای دسته‌بندی اون، برای خلاصه سازی اون فرصت چندانی ندارم. ما با توجه به همین سلیقه و ذائقه سعی کردیم که این کلاب هاوس ها، این سخنرانی ها رو ادامه بدیم این شکلی و اطلاعات عمومی مردم خودمون رو بالا ببریم. حالا به پیشنهاد کیمیا خانم که میخواستن جلسه امشب فارسی برگزار بشه، که سایر هموطنانی هم که احتمالاً این جزوه این کتابی که در تیراژ بسیار وسیع، شاید بشه گفت حتی صدها هزار جلد منتشر شده، احتمالاً در مورد زبان قدیم آذری و آذربایجان، به اصطلاح اونی که آذری گفته شده، اطلاعاتی کسب کنن. من سعی کردم در طول این 1 ساعت و نیم 90 دقیقه که در خدمت شما هستم، به صورت خیلی خلاصه، به صورت شکلی که مثلا علاقمندی به وجود بیاره، صرف بحث‌های خیلی تخصصی پیچیده گرامری نباشه، چون اینها رو در کتابم به اسم زبان در آذربایجان باستان نوشتم، با سند، با منبع، با صفحهشون دقیقا اینها رو توضیح دادم. هرچند که برای اون کتاب به دلایلی که در این گفتگو خواهید شنید مجوز نخواهند داد و ندادند، ولی خب این فرصتی هست که دوستانی که حوصله و فرصت مطالعه اون کتاب رو نداشتن، حداقل به صورت زائقی که برای جوان امروزی که گفتم نمیخواد وارد بحث های تخصصی بشه، این مطالب رو انشالله بشنوند و مفید واقع بشه برای همه دوستانی که این مطلب رو میشنوند. اگه بخوایم در مورد آقای سید احمد کسروی صحبت کنیم، کار خیلی سختی هست. ایشون آدم فاضل و دانشمندی بودن که در حوزه‌های اطلاعاتی داشتن، ولی در حوزه‌های زیادی هم که اطلاعات نداشتن، به صورت سفارشی، همون چیزی که الان چند مثلا میلیون میگیرن، یک جزوه مثلا یک تزی می نویسن، یک کاری میشه گفت کنترات یا فرمایشی یا سفارشی دریافت کرده، انجام داده، سرسری و خیلی سطحی. و در ترکی ما یک مسئله داریم میگه bir deli گویه داش سالار 40 عقله چهاردانماز، یعنی یک دیوانه یک سنگی وارد یک چاهی میکنه اما 40 عاقل نمیتونه در بیاره. سالهای سال به خاطر حمایت های دولتی، خصوصا در دوره پهلوی، حالا کتاب آقای کسروی الان هم چاپ میشه با کیفیت بهتر، با تیراژ بیشتر، یعنی کمیت زیادتر بازم منتشر میشه، ولی ریشه‌ای که در پهلوی بنیان گذاشته شد و پیرامون اون کتاب‌های بسیار زیادی جرأت کردن بنویسن، یعنی از هیچ یک مطالبی به وجود آوردن. بذارین من یک نکته رو همین اول اصلاح کنم، یک اشتباه تاریخی رو اصلاح کنم. دوستان خیلی زیادی میگن که آقای کسروی در اواخر عمرشون از دیدگاه‌هایی که در مورد زبان آذری و ترکی داشتن پشیمون بودن و مقاله در سوریه در یک مجله عربی العرفان نوشتن و در اون اظهار پشیمانی کردن. این رو این شکلی اصلاح کنیم. لغت الترکی فی ایران یک سری مجموعه مقالات هستند که در جلد 8 مثلا شماره 2 منتشر شد، یعنی یک مجموعه بودن به زبان عربی، اما این در سال 1301 منتشر شد، یعنی در اواخر عمر آقای کسروی نبود. آقای کسروی در میان سالی، در 55 سالگی، در 1324 یعنی 20 اسفند ماه، با یک گلوله و 27 ضربه کارد در اتاق بازپرس ساختمان کاخ دادگستری کشته شدند توسط فدایان اسلامی. یعنی اواخر عمر این شکلی نبود که پیر بشن، مثلا در کنج عزلتی بشینن، در بستر بیماری باشن و پشیمون شده باشن این مقاله رو نوشته باشن. قبل گرفتن سفارش، یعنی در 1304 که جذب شده بود برای دنیای ماسون‌ها، و حالا این هم در مورد این صحبت خواهیم کرد
که چه شکلی توسط بهادر میرزا محمد جذب گروه ماسون یا همان تاریخ که در ایران تاریخ میگیم، جذب یک تشکیلات سری انگلیسی شد و سرلوژ شد اونجا، یعنی به عنوان خودش لوژ داشت اونجا. ما قبل اینکه در مورد این صحبت کنیم اینو اصلاح کنم که این در سال 1301 بود و اونجا زبان ترکی رو یک دختر بسیار زیبایی در کنار زبان فارسی که به وسیله طلا و آرایش میخواد جلب توجه کنه، اما این زیبایی طبیعی و خوشگلی این دختر به شکل زبان ترکی اینو تجسم کرده در مقابل همه گفته گویش ها مثل کردی و نمیدونم سمنانی و گیلکی و اینا رو بذاریم در یک کفه، میگه که زبان ترکی از اینها سنگین تره. حتی قبل اینکه زبان آذری رو درست کنه آقای کسروی، چون یک زبان ساختگی هست، چنین زبانی از نظر زبانشناسان هیچ زبانشناسی اینو قبول نمیکنه. خب برای زبانشناسی باید ما کتیبه داشته باشیم، باید گویشور داشته باشیم، باید گرامر داشته باشیم. خیلی از دوستان جوانی که من در کامنت ها معمولا میبینم بحث میکنم با همدیگه، معمولا میگن که خب از 1 تا 10 آذری رو بشمر تا من هم به زبان آذری معتقد بشم. دقیقا همین شکلیه. وقتی شما 2 تا کلمه از زبان آذری در دسترس نداریم، حالا یه گویش هایی از تالشی و تاتی و برزنی اینا رو به عنوان زبان آذری غالب کردن، این بحثش به کنار، ولی ما هیچ گویشوری نداریم و هیچ کتیبه‌ای نداریم، برای همین یک زبان ساختگی هست. بذارین در مورد آقای کسروی ما شروع کنیم، هرچند که من نمیدونم حالا این جلسه بتونیم اینو جمع بندی کنیم یا نتونیم، ولی من سعی میکنم به خاطر اینکه سخن طویل نشه و از حوصله خارج نشه اینا رو جمع بندی کنم در 90 دقیقه تموم کنیم. آقای سید احمد حکم‌آبادی تبریزی، یعنی سید رو حالا میرم میگن چون میر معادل سید هست در آذربایجان و اسمشو بعدن کسروی میکنه. بعدن فکر کنم آقای داور بود که پیشنهاد میکنه که تو که میخوای از تبار کسراها باشی، ساسانی و کسرا و اینا باشی، این اشکال داره، باید کسروی کنی و اینم اسمشو کسروی میکنه. این متولد محلی حکماوار تبریز بود، طرفای تقریبا میشه گفت غرب تبریز، در سال 1269. پدرش هم آقای میرقاسم بود، یک روحانی بود، یک ملایی بود، آخوند پیشنماز مسجدی بود که جدن در جد همشون روحانی بودن، همشون ملا بودن اونجا. و خودش هم دلش میخواست یه پسر داشته باشه که راه پدرانش رو ادامه داشته باشه. برای همین آقای میرقاسم یعنی پدر سید احمد کسروی میاد پسری که متولد میشه اسمشو میر احمد میذاره، ولی میر احمد میمیره، میر احمد دوم، میر احمد چندم، و یکی از میر احمدهایی که همین آقای میر احمد حکم آبادی تبریزی یعنی آقای کسروی باشه، این زنده میمونه و در 20 سالگی به خاطر اینکه هوادار مشروطه بود و آقای پدرش در واقع در 12 سالگی فوت کرده بود، از این خواسته بود که این پیشنماز مسجد بشه. در 20 سالگی این عمامه سر میکنه و پیشنماز مسجد میشه و ادامه میده راهش رو. اما مسیر آقای کسروی پیچیده تر هست، چون دچار تنگدستی میشه. به هر حال طلبگی اون موقع پول زیادی نداشت، مخصوصا برای طلبه جوانی که کفش پاشنه بلند میپوشید، عینک میزد، بعد عمامه نمیگذاشت که در واقع خیلی کار بدی بود اون موقع، و جوراب میپوشید، جوراب مثلا ماشین باف میپوشید و اینها در واقع در افکار عمومی اون زمان روحانیون کار بدی بود. برای همین روزه هم نمیخوند، فقط برای عقد مثلا دعوت میکردن، پول چندانی کسب نمیکرد. ماشین جوراب بافی میخره که جوراب مثلا به بافه، اما خراب در میاد، برمیگردونه پولشو پس نمیدن، دوباره این اتفاق میفته و این تنگ دستی ها باعث میشه که این جذب مدرسه مموریال سکول بشه در تبریز، مدرسه آمریکایی ها که اولش قبول نمیکنن، میگن شما مثلا سنتون یک کمی بالاست، این پیشنهاد میکنه که اونجا چند ساعت هم کار کنه و اینو قبول کنن. اونجا قبول میکنن و مدیر اون مدرسه از ایشون خوششون میاد
ولی این فقط محمل بود، یعنی هنوز جذب اون تشکیلات نشده بود. و اگه بخوایم جذب تشکیلات ببینیم چطوری جذب تشکیلات شده، باید سراغ آقای بهادر میرزا محمد بریم که پدرش احمد بود، منشی کنسول انگلیس، و پسرش علی بود، ژنرال کنسول بوشهر، و منشی باوفای اونها بود، منشی باوفای ژنرال سایکس بود. در واقع اگه بخوایم بهادر میرزا محمد رو بشناسیم و بدونیم که چه نقشی در جذب آقای کسروی برای ماسونرها، تشکیلات میسیونرها داشته، باید دقت کنیم که این همون فردی بود که با شیخ خزعل مذاکره میکرد برای مذاکرات نفت ایران در واقع. و بعد همین آقای سایکس که در واقع مرید پرور بود، سفیر کبیر انگلیس میشه، قرارداد 1991 رو میبنده در بصره. این جذب میشه، آقای کسروی در بصره جذب این لوژها میشه و بعد جذب بزرگترین لوژ میشه، لوژی که انجمن سلطنتی در واقع بریتانیا بود، شرق شناسی بریتانیا بود، یعنی رئیس لوژ مستقیما پادشاه انگلیس بود، نشانها رو این میداد. هرچند که در مثلا کتاب اندیشه و خواست آقای کسروی خودش رو به کوچه علی چپ زده، گفته در مورد میرزا ملکم خان مثلا از دسته فری ماسون بود، اما چون من آگاه نیستم نمیخوام در مورد اون صحبت کنم. ولی خودش خوب میدونست، چون جذب این تشکیلات شده بود و به خاطر همین بود که بعدها یعنی در 1304 یک مقاله می نویسه، یک جزوه‌ای تهیه میکنه به نام زبان آذری، زبان باستانی آذربایجان. این در واقع اگه همون مقاله مجله سوریه رو در نظر بگیریم در 1301، اونجا مثلا اشاره میکنه که زبان یک چهارم ایران ترکی هست و در بقیه ایالت ها هم صحبت میشه و این زبان زبان باستانی آذربایجانی ها هست که حالا میگه از طرف شرق مثلا اومدن و این زبان در باستان وارد آذربایجان شده، نه اینکه در دوره سلجوقیان. یعنی اون موقع یک نظری داشت، اما بعدها به دلایلی که به اون اشاره خواهیم کرد، یعنی انگلیس به خاطر منافعی که داشت مایل هست که در مورد زبانهای عربی و زبانهای ترکی که دو مشکل هستند، یعنی فقط در مورد زبان آذربایجان ننوشته، این یک کتابی نوشته، تاریخ 500 سالی خوزستان. یعنی در اون کتاب هم در مورد خوزستان و اینکه ریشه اینها آریایی هست این شکلی صحبت کرده. چون اون طوری که ریچارد کاتم مثلا نوشته، میگه که ما دو تا مسئله خیلی مهم داریم در ایران. یکی اینه که خب اینا زبانشون که ترکی و عربی هست قرابتی، یعنی از نظر شباهت، از نظر دسته هند اروپایی که میگیم مثلا، هیچ قرابتی ندارن، هیچ نزدیکی با زبان فارسی ندارن. دومین مسئله‌ای که اشاره میکنه، میگه که از این اتنیک، از این گروه زبانی، گروه‌هایی در خارج از مرزهای سیاسی هستن که یک کشور مستقل دارن. مثلا حالا اون موقع آذربایجان که در روسیه بود و ترکیه بود و کشورهای دیگه، میگه در بغل مرز یک کشورهایی هستن که از اون گروه جمعیت بزرگتری هم مثلا اونجا هست با همین زبان. برای همین بر اساس اون دیدگاهی که انگلیسی ها داشتن که حالا پانتورکیسم هم اون موقع داشت رشد میکرد، یعنی این هم در نظر بگیریم که یک اندیشه جدیدی بود که حالا کشور بزرگی متحدی تشکیل بشه، این نه موافق طبع روسیه بود، نه موافق طبع ایران بود، نه موافق طبع انگلیس بود. از نظر سیاسی اگه نگاه کنیم، برای کشورهای منافع کشورهای متعددی مشکل بود که اینجا اصلا زبانش ترکی بشه. برای همین اگر زبان اینجا فارسی بود یا پهلوی بود یا آذری بود، هر چیزی که در دسته‌بندی زبانهایی که نزدیک به فارسی هستن بود، و ترک‌ها یک قوم وحشی بی‌ادب بی‌فرهنگ دونپایه بربری بودن که حمله کردن و باید اینو بذاریم کنار و برگردیم به زبان فارسی. یعنی این اندیشه چنین قوی بود که طلب میکرد یک تزی، یک
فرضیه‌ای مطرح بشه و آقای کسروی هم که به خاطر اینکه شناخت جزئی در مورد پهلوی داشت، چون قبلا در مثلا کلاس‌های آقای هرسفلد شرکت کرده بود، در مورد هخامنشی یک نیم نگاهی داشت، چند کلمه یاد گرفته بود. اسپرانتو رو در مدرسه مثلا مموریال آمریکایی‌های تبریز یه شناختی داشت. ارمنی رو از یک ارمنی 2 سال یاد گرفته بود. همه این شناخت‌های جزئی در مورد زبان باعث میشه که این سفارش رو قبول کنه و این کتاب رو بنویسه و مورد اقبال و استقبال و سفارش دهندگان قرار بگیره. در مجله The Times of مزوپتامیا، یعنی بین النهرین یا همان میان رودان، آقای محمد احمد گفتاری مقاله اینو با یک مثلا توصیفی چاپ میکنه و به چندین زبان ترجمه میشه. یک در واقع میشه گفت کار خیلی بزرگی میخوان انجام بدن اون موقع. و سپس یک ایرانشناسی بود به نام آقای میلر که روس بود، اینو به روسی برمیگردونه، چاپ میکنه، ترجمه میکنه و بعد 11 سال بعد این، حالا در 1308 هم یک کارهایی روی این انجام میده. خیلی دوست داشت که این فرضیه رو یه ذره پروبال بده، هرچند که هیچ منبعی نداشت، یعنی هیچ متریالی نداشت. این مشکل اصلی آقای کسروی بود و حتی دستاویزی به زبانهای مثلا تالشی و گیلکی و این اشعاری که مثلا نقطه اضافه کنیم، اینا رو یک لغت کنیم، اینا هم به کارش نمی اومد. من الان که نگاه میکنم میبینم خیلی آدم خیلی بی‌ذوق و سطحی بوده، چون اگه بخواد یکی همچین تقلبی کنه وقتی منابع خطی در دسترسش هست، وقتی تمامی مثلا جعل کار باستانی کاری نداشت، اون موقع انگلیسی ها در عراق بارها این کار رو انجام میدادن و میفروختن این آثار رو که در کتاب دروغی بزرگ شد آقای وایت اینو قشنگ توضیح داده که چی کار میکردن، ولی نتونستن این کار رو بکنن. حالا از شانس خوب ما بود که این کار رو نتونستن انجام بدن و ما خیلی راحت بتونیم این کتاب رو نقد کنیم. این کتاب وارد کتاب فروشی ها میشه، بارها و بارها چاپ میشه. 11 سال بعد این تاریخه و در 1300 در واقع 15 و به یک چالش مهم در فضای ایران تبدیل میشه که هنوز هم همین چالش ادامه داره و ما نمیدونم این برادران فارس چقدر به ما بدهکارن بابت این 100 سالی که زبان آذری رو در واقع قبول کردن، پر و بال دادن، پرورش دادن، حمایت کردن و زبان ترکی رو کوبیدن، محروم کردن، ممنوع کردن، تحقیر کردن و به خاطر این ظلم زبانی که به ما آذربایجانی ها، به ما ترک ها شده، من نمیدونم چطوری ما این خسارت رو در آینده از اینها خواهیم گرفت و چندین نسل باید این خسارت جبران بشه. به هر حال بعدها این ریشه ای میشه برای لهجه مثلا آذری آقای رحیم رضازاده ملک یا تات هرزنی لهجه باستانی آذربایجان آقای کارنگ یا لهجه گلینقایای یحیی زوکا یا آقای مثلا آشیانی، سعید نفیسی و ده ها جلد کتابی که نوشته میشه مبنا بر اساس همان هیچی که آقای کسروی قرار داده قرار میگیره. و جالب اینه که مثلا فرد متعصب بسیار بدذاتی مثل آقای محمود افشار یزدی که از بودجه نهاد دولتی موقوفات الان مثلا حساب کنیم میلیاردها پول میشه، میاد مثلا ببینید اندیشه این، حالا زبان آذربایجان وحدت ملی آقای مطلقین رو چاپ میکنه، زبان دیرین آذربایجان منوچهر مرتضوی اینو چاپ میکنه. حساب کنید چقدر کتاب حمایت میکنه و اصلا در وصیت‌نامه آقای افشار، حالا شماره مثلا 16 من نوشتم صفحه 29 وقت نامش میگه ما باید از این پولی که من وقف میکنم 32 قسمت از ثروت خودش رو بنیاد افشار رو که الان مثلا این دوستانی که در اورمیه مثلا میان کتاب شاهنامه پژوهی چاپ میکنن، این همه کتاب رنگارنگ با جلدهای نفیس چاپ میکنن، از صدقه سر همون بودجه دولتی هست، از همون ثروت آقای افشار هست.
این وصیت میکنه که اصلا بیاین کودکستان شبانه روزی تأسیس کنین در تهران و از آذربایجان کودکانی قبول کنید که زبانشون ترکی باشه، بیای اونها رو فارس بار بیارین. بیچاره زنده نموند که ببینی بعضی از همشهری های ما، بعضی از آذربایجانی های ما این خواسته ایشون رو با کمال میل انجام میدن، چون الینه شدن، چون از هویت خودشون دور افتادن و بچه خودشون زبان فارسی یاد میدن. ما با زبان رسمی، با زبان عربی، با فارسی، با زبان دینمون مثلا عربی، ما مشکلی نداریم، اما ملتی که از اول زبان خودش رو یاد نگیره، حالا ژاپنی بگه من بلد نیستم، کره بگه من زبان خودم رو یاد نگرفتم چون زبان انگلیسی زبان بین المللی، این واقعا ملت ناراحت کننده هست، یعنی یک چیز ناراحت کننده است برای ملت، سرفکندگی و شرمساری هست. دفتر انجمن آسیای لندن The Royal Asiatic Society میاد مثلا این کتاب رو توسط آقای سردینیس راس مقدمه‌ای نوشته میشه، ترجمه میکنن، چاپ میکنن، بعد اینو دعوت میکنن، هم امریکا میره هم لندن میره و در مقیاس وسیع. حالا شما مثلا انسیکلوپدی اسلامی مثلا حرف A رو در نظر بگیریم که اونجا میگه که من با اینکه در اونجا ترکی همون آذری ترجمه شده بود، ولی میاد در مثلا زبان تبریز این عوض میشه، همون آذری تعریف آقای کسروی در واقع میشه. ما آقای کسروی رو باید اصلا یک جلسه نقد کنیم، رفتارش رو، روحیاتش رو، بعد این پاک آیینی یا همین دینی که برای خودش پیغمبری بود، طرفدارانی داشت، جوانهایی داشت، می اومد مثلا مفاتیح الجنان، گلستان، بوستان، حافظ، اینها رو در مراسمی آتیش میزد و عقایدی داشت که شاید باعث شده بود روحانیون علیهش باشن، باعث بشه که داورم بهش پیشنهاد کنه که برای اینکه جذب اون سیستم قضایی بشه لباس روحانیت رو کنار بذاره و جذب بشه. اما بیشترین علاقمندی از همین جذب به لوژ ماسونی لندن و همون انجمن آسیایی شروع میشه که بعد اون شروع میکنه به نوشتن کتاب، گفتیم مثلا تاریخ 500 ساله خوزستان، سفارش‌های در مورد بهاییت، در مورد شیعه‌گری، در مورد مثلا تاریخ مشروطیت. اما حرف من اینه که حالا که برای ما مشخص شده که زبان آذری در واقع یک زبانی بر پایه و بنیاد جهل نهادینه شده، ما نمیتونیم بگیم که چون این سیمکشی ساختمون رو مثلا دزدیده بود به چند تا خونه اونوری هم برق مثلا میداد از حق این خونه، حتما لوله کشیش خوبه. من چنین باوری ندارم که مثلا تاریخ 18 سالش حتما کتاب خوبی، قطعا از فیلتر و یک باید پالایش بشه از یک فیلتری، چون این عبور کرده که این فیلتر خاص انگلیسی ها بود، خاص و علاقمندی اون سیستم جهانی بود. ما نیم ساعتمون تقریبا تموم شد، اگه سوالی باشه من بشنوم و بعد ادامه بدیم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر آلبایراق. سوال خاصی نیست. اگر کیمیا خانم سوالی داشته باشن من خوش آمد میگم به جناب آقای مهندس حسن راشدی. اگر جناب آقای مهندس شما هم صحبت کوتاهی رایت داشته باشیم بفرمایید تا ما ادامه بدیم با جناب آقای دکتر رحیم آقای. جناب آقای مهندس راشدی تشریف دارین، مایکتون رو باز بفرمایید. خوش اومدید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، جناب دکتر آقایراق و همه کسانی که اینجا حضور دارند. البته من دقایقی پیش اومدم و اینکه سخنان جناب آقای آقایراق رو همه رو نشنیدم، ولی طبعا در مورد کسروی بود و آخرهاش شنیدم که بسیار هم مدلل و مستند. البته اینو باید عرض کنم که کسانی که حتی اونهایی که ما را با زبان آذری به اصطلاح میخوان اون هویت و شخصیت ما را بکوبند و آذری
زبانمان را آذری بنامند و بر هویت ترک بودنمون و زبان ترکیمون خط بطلان بکشند، حتی اونها به نوشته های آقای کسروی هم استناد نمی کنن که چندین جا گفته که اصلا یه عده‌ای که میگن که زبان شما مغولیه. البته اینا که میگن که مغولیه یعنی زبان ترکی زبان مغولیه. البته اینایی که میگن زبان مغولیه حتی سواد ابتدایی هم در حد زبانها ندارن، یعنی همچون تئوری را پیش میکشن، چون اینا نمیدونن که یعنی یا جاهلند یا عداوت و دشمنی دارن فقط با ترکان. هیچ دلیل قانع کننده برای این صحبتشون ندارن که میگن که آره زبان شما مغولی، به خاطر اینکه اصلا زبان مغولی با ترکی متفاوت هست. برای اینکه ما بدونیم که زبانها به هم دیگه چقدر نزدیکن، شمارش ها رو باید تلفظ کنیم که ببینیم مثلا این شمارش ها از 1 تا 20 فرضاً چقدر به هم نزدیکن. اون موقع تازه متوجه میشیم که یک زبان نسبت به هم دیگه چه نزدیکی هایی داره یا چه فاصله هایی داره که اصلا شمارش زبان مغولی با ترکی کاملا متفاوته. گرچه از نظر ریشه شناسی در یک گروهی قرار میگیرن، گروهی که پایه و اساس اون اورال آلتاییه که طبعا به اورال آلتایی هم زبانهای خیلی زیادی هست داخلشون، مجاری هست، کره‌ای هست، حتی ژاپنی هست و زبانهای دیگه هم هست و مغولی هم جز این است. ولی زبان وقتی که صحبت از زبان میشه از یک زبان مستقل صحبت میشه که نسبت به زبان دیگه کاملا متفاوته. اما برگردیم به خود همون مختصری صحبت کنم که دیگه صحبت اصلی را که با آقای بایراق باید بدیم. متاسفانه کسروی در یک زمانی به اصطلاح اون تئوری خودش رو ارائه داد که یک تنشی بین در حقیقت روشنفکران ترکیه و ایران بود. یعنی در حقیقت کسروی بدون اینکه به واقعیت ها اهمیت بده و اساس رو بر واقعیت ها بگذاره، صرفا به خاطر مبارزه با این جریانات این تئوری ها رو پیش کشید. با اینکه در کتاب زبان آذری به قوی بودن زبان ترکی اعتراف کرده و حتی اونجا هم گفته اونایی که میگن که زبان ترکی جز زبان مغولی اصلا و یا مغول ها ترک ها رو آوردن به ایران اصلا این باطل هست، یه همچه چیزی اصلا نیست. یعنی در همون کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان میگه. ولی با این حال یکی از اهداف کسروی این بوده که خودش هم اعتراف کرده که ما میخوایم که تنها یک زبان حاکمیت در ایران داشته باشه، اونم زبان فارسی هست. یعنی با آوردن این تئوری ها میخواستم فقط یک زبان حاکم بشه با اون زبان فارسی و بقیه زبان ها به هر شکلی شده باید از ایران به اصطلاح بره و یا به اصطلاح فراموش بشه یا تحریف بشه. در نتیجه این تئوری ها رو پیش کشیدن که در بین اینها طبیعی است که چون بقیه زبان ها رو میگفتن شاخه از زبان فارسی هست، به تصور میکردن که اونها زیاد نمیتونن عرض اندام بکنن و در این میان فقط زبان ترکی است که از هر جهت از فارسی متفاوت هست از نظر ریشه، چون یه زبان التصاقیه در حالی که زبان فارسی یه زبان تحلیلیه. ما مثلا اگر کردها ادعا بکنن زبان ما یک زبان مستقلیه و باید در زبان خودمون هم تحصیل بکنیم، اونا میگم نه آقا این زبان کردی شاخه از زبان فارسی است، شما نمیدونم آریایی اصیل هستید و فلان. از این صحبت اینا رو راحت میشه تابع کرد و اینها رو که گفت که بله زبان شما لهجه ای از فارسی، اما ترکی رو نمیشه. و چون جمعیت ترکا و جمعیتشون هم خیلی زیاد هست و سابقه
حافظه تاریخی درخشانی هم دارن در طول هزار سال گذشته، چون اونا همیشه حاکم و سلطان بودن در این کشور. در نتیجه هدف اصلی باید از بین بردن زبان ترکی باشه. چطور که خود محمود افشار هم به این مسئله میگه زبان ما نباید حتی اجازه بدیم بیشتر از حتی اجازه بدیم که 5 دقیقه هم در مدارس و دانشگاه ایران به ترکی تدریس بشه، چون اگر ترکا زبان ترکی را یاد بگیرن و به این زبان روزنامه بخونن و کتاب بخونن، دیگه اون موقع زبان فارسی به چه دردشون میخوره. به هر حال من فعلا اینجا صحبتم را تمام میکنم تا بعدا در فرصتی دیگر. متشکرم. منم متشکرم جناب آقای راشدی. جناب آقای خاوه خوش اومدین، آقای حافظ و حنا و جناب آقای دکتر رحیم آلبایراق. مایل هستین که ادامه بدین صحبت رو، بعد دوستان رو بشنوین. من هم خدمت دوستان عزیز خصوصا آقای مهندس راشدی سلام عرض می کنم. بذارین ادامه صحبت رو از کتاب خود آقای مهندس راشدی ادامه بدیم. یه کتابی ایشون دارن خیلی خیلی ارزشمند هست، ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران. در صفحه 23 این کتاب آقای راشدی این شکلی نوشتند: در دوران حاکمیت رضاخان افکار پانفارسیستی اونچنان شتابی به خود گرفت که در کتاب‌های چاپ شده در این دوران هنگام ارائه آمار از زبان‌های رایج در ایران بعد از زبان فارسی، زبان ادبی، نام زبان‌های افغانی، پشتو، کردی، بلوچی، ارمنی، بنی اسرائیلی، زرتشتی، کلدانی و لهجه‌های مازندرانی، گیلکی، سمنانی، بروجردی و کاشی در لیست زبان و لهجه‌های رایج مردم ایران آورده شد. ولی از برده شدن نام زبان ترکی که نزدیک به نصف جمعیت ایران بدان تکلم می‌کردند، به طرز احمقانه‌ای خودداری گردید. همچنین از زبان ترکمنی که شاخه‌ای از زبان ترکی بود و جمعیت آنها به مراتب بیشتر از جمعیت ارمنی‌ها، بنی اسرائیلی‌ها و زرتشتی‌های ایران در آن دوره بود، از زبان عربی که بیشتر مردم خوزستان و سواحل جنوب بدان سخن می‌گفتند نامی به میان نیامد. دشمنی، عمق دشمنی، حالا ما میتونیم بگیم زبان ترکی، ولی محاسبه کنید در اون شرایط، در اون دوران یک همتی شده و اون همت همونطوری که آقای راشدی هم اشاره کردن دلایل مختلفی داشت. بذارین من از دیباچه آقای کسروی، یعنی کتابش رو چطوری شروع میکنه، همین رو بخونم. دلیل و حداقل اونقدر صداقت داشت که دلیل نوشتن این فرضیه این کتاب رو توضیح بدن. میگه 21 سال پیش یک رشته گفتارها در روزنامه‌های تهران، قفقاز و استانبول در پیرامون مردم آذربایجان و زبان آنجا نگارش می‌یافت. در عثمانی در آن زمان دسته اتحاد و ترقی به روی کار آمده و آنان به این می‌کوشیدند که همه ترکان را در هر کجا که هستند با خود همدست گردانند و یک توده ترک بسیار بزرگی پدید آورند و در قفقاز نیز پیروی از اندیشه ایشان می نمودند. ببینید همونطوری که گفتیم اندیشه پانتورکیستی در واقع داشت رشد می گرفت و نویسنده ها توجه می کردن به زبان ترکی. حالا ما چیکار کنیم؟ یک زبان جدید باید درست کنیم. آقای مهندس راشدی به نکته دقیقی هم اشاره فرمودن، یعنی گفتن که حتی بر اساس خود نظریات و فرضیه های آقای کسروی بریم، یعنی اون دلایل و استناداتی که میارن، باز محکوم میشه همین آقای کسروی و اون وقت سوالات بیشمار زیاد جدیدی خلق میشه. مثلا آقای کسروی در جای میگه چون در ترکیه انبوه کلمه های فارسی به کار میره استفاده میشه، اینها بازمانده زبان آذری هستند. خب بدون هیچ دلیل، بدون هیچ منطقی میگه این کلمه هایی که ما الان استفاده میکنیم در ترکیه، مثلا تبریز، اینها بازمانده همون زبان آذری هستند. یعنی بر همین اساس ما میتونیم بگیم که اون مثلا کلمه های عربی که در زبان مثلا شیراز و یزد و کرمان و اصفهان استفاده میشه، بازمانده یک زبان مثلا عربی اکدی هست که در اونجا تکلم میشد. خب منم میتونم ادعا کنم که پس اون کلمه هایی که در فارسی الان استفاده میشه، بذارین اینها رو چند تاشون لیست کردم برای شما بخونم برای فقط تفنن و زنگ تفریح.
قشنگ، سراغ، قلندر، چروک، رنج، چپاول، سنجاق، غوغا، داغون، جناق، قلق، قدغن، مشق، چکمه، کوچه، شیپور، سوغات، الگو، قاچ، کولاک، قراول، قمه، بخچه، کوسه، قنداق، اجاق، کلک، سورتمه، قرمز، قوری، اتراق، چلاق، باطلاق. ببینید همه اینا رو من میتونم بگم که خب اینها بازمانده زبان ایلامی قدیم هستند. ایلامی هم که خب یک زبان التصاقی بود، یک زبان اگلوتینیتیو بود. پس بر این اساس شما همون بازمانده اینها هستن در زبان شما. بیاین شما هم زبانتون رو به ایلامی تغییر بدین. خب برعکس این، یعنی ما میتونیم در سراسر ایران اسم رودها، تپه‌ها، کوه‌ها و جاینامه‌های زیادی از ترکی رو پیدا کنیم و اینها بهترین سند هستند که زبان باستان ایران چه بود و همونطوری که ابن خلدون گفته که ایران ارض الترک، سرزمین ترکان هست. در این مورد ما هم فرضیه‌ای مطرح کنیم. من علاقمندم که یک نکته‌ای هم اضافه کنم به اون صحبت‌هایی که در بخش اول عرض کردم. ببینید سرگرد ادموند، این سرگرد ادموند رئیس اداره سیاسی بریتانیا بود. در حوادث شیخ محمد خیابانی در تبریز این خیلی علاقمند بود که این خیابانی رو سر به نیست کنه، باهاش مبارزه کنه و میاد با آقای کسروی مراجعه میکنه که خب با اینها همکاری داشتن و حتی مخبرالسلطنه هم این پیشنهاد رو با آقای کسروی میکنه که با اینها مبارزه کنه، خودش دسته‌ای ترتیب بده، ولی کسروی به دلایلی که من نمیدونم و برای من مبهم هست قبول نمیکنه. اینها در واقع از بولشویسم مثلا نگران بودن و میخواستن که این کار رو انجام بدن. بعدها ما میبینیم که همین مخبر السلطنه‌ای که اومده در آذربایجان با حیله و فریب و قیام شیخ محمد خیابانی رو سرکوب کرده، خودش رو شهید کرده، این مثلا به آقای کسروی حقوق میده. میدونیم که آقای کسروی آدم بیچیز نداری بود، با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می‌کرد. خانم اولش مثلا مریض شده بود، مرده بود و همه این مصیبت‌ها اینو علاقمند میکنه که جذب این گروه بشه، جذب این فرقه بشه. مثل آقای مثلا اردشیر پرچی که یک آدمی بود مثلا جذب این تشکیلات لندنی ها میشه و به خاطر منافعی که از اونجا میرسید، منافع بسیار کلانی که میرسید، این عقاید خودش رو هم میاد مثلا توجیه میکنه که شما انگلیسی ها اگه از این پارسیان که بیشتر هم به مثلا یهودی ها علاقمند هستن، یعنی از اونجا ریشه گرفتن، اگه اینها رو تقویت کنیم، اگه به ایران توجه کنیم، اگه اینها رو در ایران برجسته تر کنیم، اگه قدرت رو از قاجار بگیریم، همه اینها میبینیم برنامه هستن که حالا بعدها همین مانگوردیسم ادامه پیدا میکنه، تقی‌زاده و بگیریم مثلا طباطبا، سید جواد طباطبایی ها و این نوچه های ریزه میزه که الان هنوز هم از ما هستن و بر علیه ما هستن. یعنی همیشه از بین خود ما انتخاب میکنند و این خیلی طبیعی هست به خاطر اینکه اینها نقاط ضعف و زبان ما رو، فرهنگ ما رو خوب میدونن و راحت تر میتونن مقابله کنند. من اگه بخوام از نظر منطقی به آرای آقای کسروی ایراد وارد کنم، باید جلسه های متعدد بشینیم صحبت کنیم. ایشون مثلا گفتیم که در 1301 نه اواخر عمرش، اون مقاله‌ای که در گفتیم مجله سوریه العرفان می نویسه، مجموعه مقالات اللغت الترکیه فی ایران، اونجا در 1301 نه اواخر عمرش، باز اینو تاکید میکنم چون یک اشتباه خیلی رایجی هست، اونجا اشاره میکنه که خب زبان ترکی چنین ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داره، اصلا زبان فارسی رو له میکنه میذاره کنار و زبان ترکی رو از نظر قانونمندی و زیبایی و دقت میبره خیلی در اوج نشون میده و میگه این زبان مثلا باستان مردم آذربایجان هست که از ترکستان اومدن در زمان باستان، دامداران و کوچ روندگان و اینها. اما بعدن این عوض میکنه میگه سلجوقیان و چند تا دلیل میاره که سلجوقیان اومدن خراسان، بعد رفتن اصفهان، بعد اومدن آذربایجان و یادش میره که مثلا اشکانیان قبل اونها ترک بودن. یادش میره که در زمان ساسانی هم ترک ها مثلا در اینجا بودن. یادش میره که حتی غزنویان هم ترک بودن. یادش میره که حتی پیشتر از همه اینها ماناها، گوتها، لولوها، هوریها، تروکها
تورک هایی که در منابع آشوری اومدن و من حتی اینا رو از نسخه های خودشون با خط میخی در آوردم، اینها رو استنتاج کردم و نسخه نویسی کردم، نشون دادم که کجا در کدوم کتیبه، در کدوم کتاب، در کدوم سطر اینها اومدن و اینها رو نشون دادیم که تروک نوشته میشدن، همونطوری که چینی ها به ترکا تروخ میگفتن و تروک میگفتن، دقیقاً با همون لهجه نوشته شده. و یادشون رفت که ساکاها یا همون ساکا که یونانی ها میگفتن اینها ترک بودن، همون ساکاهایی که ایشبوغوز یا ایشغوز نوشته شده در منابع آشوری، یعنی اونا رو من در آوردم که چطوری با چه علامت های میخی نوشته میشد در کدوم دوره و چطوری اینها تلفظ میشدن و منابع زیادی از عثمانی ها آوردیم که در نامنگاری های با روم اینها مثلا صحبت میکردن که شما نوادگان مثلا ساکاها هستین، اسکیت ها هستین، همون لفظی که اونها میگفتن و ما ایشغوز یا ایچوغوز میگفتیم. ایچوغوز دیشوغوز دو طایفه ای که در ترک هایی که در آذربایجان و مناطق ترک نشین کاملا شناخته شده هستند. و اگه بخوایم به صورت منطقی باز نگاه کنیم، حالا سلجوقیان آوردن و سلجوقیان چنان نفوذی داشتن یا به تدریج یا یک باره بدون توجه به اقلیم. ببینید حالا بعضیا میگن که خب پس چطور زبان مصر عربی شده، پس میشه زبان عوض بشه، یا مثلا زبان آمریکای مثلا جنوبی چطوری اسپانیولی شده، فرانسوی شده، پس میشه عوض شد. بله میشه عوض شد، اما یک مقطع زمانی رو در نظر بگیریم. اون موقع نه تلویزیونی بود، نه کتابی بود، مثلا فرض کنید نه سوادی بود، نه رسانه‌ای بود، نه دانشگاهی بود. خب اگه زبان عوض کردن به این راحتیه، الان 100 ساله از کوهتکستان و مدرسه و ابتدایی و راهنمایی و دانشگاه و دکترا شما دارین فارسی تدریس میکنین به بچه من، به خود من. شما تلویزیونتون دائما فارسیه، سردر مغازه های من فارسیه، مکاتبات اداری من، کارهای قضایی من، کارهای بانک، همه چی فارسیه. پس چرا من میتونم به زبان سلیس ترکی بدون استفاده از کلمات فارسی و عربی سخن بگویم و همه متوجه زبان من بشن؟ چرا این نتونست عوض بشه؟ خب اینجا میرسیم به این نکته که زبانهای اگلوتینیتیو، زبانهای التصاقی، چسباندنی، در واقع زبانهایی که یک شاخه اصلی دارن، یعنی یک بن دارن، یک فعل اصلی دارن و پسوندها هستن که به این میچسبن و ادامه پیدا میکنن و نقشهای مختلف دستور زبانی گراماتیک میگیرن به خودشون. این زبان‌ها به این سادگی عوض نمیشن. برای همین که ما میگیم زبان سومری رو الان میتونیم قشنگ متوجه بشیم و با ذره تغییر اگه اینا رو بگیم، حتی یک آدم بی سواد امروزی هم میتونه متوجه این کتیبه ها بشه، به خاطر اینکه زبان‌های التصاقی این خاصیت رو دارن. دوم، باید اقلیم رو در نظر بگیریم. اقلیم کوهستانی که راه‌های روستایی الان هم بسته هستن، الان هم مثلا یک بار برف میباره راه‌های روستایی بسته میشن. شما حساب کنین در مثلا 1000 سال قبل، در زمان سلجوقیان که این راه‌ها بسته بوده، این سلجوقیان چطوری رفتن زبان اون روستاییان رو عوض کردن، ترکی کردن؟ مگه این سادگی مثلا بدون توجه به گفتم زمان و اقلیم و جنس زبانی و همه این شرایط رو در نظر نگیریم؟ ها مثلا اونا فرانسوی شدن پس زبان میتونه عوض بشه، حاکم ها میتونن زبان رو عوض کنه. خب شما عوض میکردین، شما اگه بلد بودین 100 سال عوض میکردین. دومین مسئله مهم، اگه آقای کسروی معتقده که در زمان سلجوقیان گروه ها و اقوامی اومدن زبان اینجا رو عوض کردن بدون اینکه گفتیم همه این زبانهای ما و گوتی و اینا رو اصلا زبان مرده تلقی کنیم و فکر کنیم که بله اینا که مردن بعد مثلا اسلام که اینا هم عربی نتونستن بکنن، فارسا اما فارسی کردن زبان اینجا رو، یا پهلوی کردن، یا هر زبانی که به خودشون مربوطه. اما چطوری باز اینها اومدن سریعا بعد 300 سال مثلا 400 سال دوباره همین زبون رو برگردوندن؟ اینم از نظر منطقی، از نظر علمی امکان پذیر نیست. و چرا مثلا اینها ری رو داشتن سلجوقیان، اینها نیشابور رو داشتن، اینها عراق رو داشتن، زبان اینها رو عوض نکردن، اما زبان فقط اینجا رو عوض کردن. از بین این همه مناطقی که داشتن اونها زبانشون حفظ شده ولی زبان من مثلا ترکی شده. اینم
از یک نظر ما 4 دسته زبان داریم که دیگه نمیخوام اینا رو کش بدم. زبانهای تحلیلی یا همان آتاییک، اینها زبانهایی هستن که بن ندارن. اینا زبانهایی هستن که بعضی از مثلا کلمات به خودی خود معنی ندارن، باید در کنار کلمه دیگه معنی داشته باشن. اینا کلماتی هستن که ریشه ندارن. مثلا ما میگیم که بیا، اینجا بیا، یا مثلا آی، آمدن. شما ریشه رو نمیتونید پیدا کنید که آمد اگه ریشه هست آم و میم و دال. اینجا در آی خب کجا میره؟ در تمام افعال. در انگلیسی هم همین شکلیه و زبانهای مخصوصا اروپایی که زبانهای اروپایی هستن، هند اروپایی مثلا میگیم. اما در زبانهای تصریفی که عربی جزء اون گروه هست و بعضیا در شاخه تحلیل قرار میدن، اینجا ریشه پایدار هست اما متلاشی میشه، پراکنده میشه. یعنی مثلا کتبه در کتابت، در کاتب وسطش یک الف میاد. و در زبانهای هجایی که بر اساس سیلاب های کوچیک هستن و اینها، ما یک دسته زبانی متفاوتی داریم اینجا که در زبان مانایی هم میبینیم خب التصاقی بوده. زبان تروک ها، زبان هوروها، زبان هوری ها، لولویی ها، همه اینها همین شکلی بوده. و نمیشه که در وسط یک زبانی به نام پهلوی که نه سنگ نبشته‌ای داره، نه کتابی داره، نه گویشوری داره، اومده باشه و رفته باشه. من این تناقض رو این شکلی میتونم توضیح بدم. ببینید میگه از هرزند و گلینگیه، حتی اسمش که جلینگیه هست. جلینگیه پیرامون مرند هست و زونوز و در قرداغ و خلخال و لیگوان. میگه اینجا ما ریشه های زبان آذری رو پیدا کردیم. اما نمونه ها کو؟ یعنی نمونه هایی که ادعا میکنه نه عکسی از اون نامه ها داریم که یکی رو آقای سعید فرستاده از هرزند و یکی رو آقای روایی از خلخال فرستاده. من در صفحه 81 نقل میکنم. این عکسای این نامه هاشون کوش و اون چیزهایی که اونها نوشتن، اینا خیلی باز احمقانه و خنده‌دار هستن. یک سری لغاتی نوشته و اون لغات رو اگه من الان پیدا کنم اینجا برای شما بخونم، خنده‌دار هست از نظر یک زبانشناس که مثلا آقای سعید چه زبانی رو برای ما پختند. تدارک دیدم من این رو پیدا کنم. بعد مثلا میگه او در زبان ما، یعنی یک زبان آذری که مثلا اونا صحبت میکنن، آب هست، یو جو هست، من هست، وره بره هست، یک هست، مرد هست، اتش آتش هست، گندم گندم هست، گلو کلاه هست، تو هست، بز هست. خب این بز است. آخه این زبان شدنی هست. اتفاقا اون چیزایی که من بررسی کردم و نگاه کردم، یه چیزی ملغمه ای از زبان کردی، زبان لوری، زبان گیلکی هست که اینها رو قاطی کردم. مثلا حتی اومده از زبان راجی، میگه من همایم سر کوهام وطن بی، کشتگاهم اوی صحرا چمن بی. یعنی بود دیگه. استخوانی خورم سازم قناعت، به وقت مردم پر و بالم کفن بی. خب اینو بریم در شمال ایران بخونید، همه اونا متوجه میشن. شما چطوری میتونید بگی این یک زبان دیگه هست، یک زبان مثلا تازه هست به نام زبان آذری؟ خودش هم متوجه میشه. یعنی میگه آقای کسروی میگه اینها چون یکی نیستن، اینی که آقای سعید فرستاده، آقای روایی از خلخال فرستاده، به خاطر اینکه آذری چندین گونه مختلف بود. یک شکلی صحبت میکنه انگار این زبان آذری رو، گرامرش رو، لغتنامش رو، همش رو در دسترس داره و گونه های مختلفش رو هم میشناسه. کل کتاب آقای کسروی شما نمیتونید دو تا کلمه متفاوت نشون بدین که بگین این یک مثلا کلمه ناشناخته هست و متعلق کنیم به زبانی که نبوده و به اسم آذری بوده. و میاد باز صحبت میکنه. این صحبت ها رو باز ادامه بدیم. مثلا میگه که باکو که یک کلمه هست آذری، خب به خاطر اینکه این ریشه ترکی نداره. ببینید باکو که در صدر اسلام باکویه نوشته میشد، یعنی عرب ها باکویه می نوشتند. فارس ها بعدا اومدن بادکوبه نوشتند.
خب اینا هم شبیه کردن که اینجا باد میاد، بادکوبه نوشتن. همون شکلی که مثلا برای تبریز درست کردن که تب مثلا خانم هارون الرشید اینجا ریخته، تبش ریخت شد تبریز. خب یه چیز مسخره کودکانه عوام پسند، زرد غیر علمی. و نشون ندادن که در زمان اورارتویی ها مثلا اینجا نوشته شده تاوری، مثلا بعدن تاوریز نوشته شده و کلمات متعدد. خب اینا قبل هارون الرشید بود. و آقای کسروی هم یک همچین کار بچگانه، یعنی خیلی سطحی، دگمندیش، جزمندیش، یک دنده و استبداد رأی تمام. و حتی میاد مثلا ارمنی رو باکاوان مثلا نوشته. ببینید ما آوان که میدونیم که ترکی هست، حداقل اگه ارمنیا نوشته باشن. ما الان میگیم جامشاوان، مثلا گیلوان، شیروان. خب یعنی این آوان یا گان یک پسوند ترکی به معنی مکان هست، از اوبا مثلا میاد. گان از گانا میاد به معنی باغ که یک لغت سومری هست. و ببینید آقای کسروی خودش میگه که من زبانشناس نیستم، من زبانشناسی بلد نبودم 1304 که این فرضیه رو نوشتم، بعد رفتم یه ذره تحقیق کردم، بعد محتوا و کلیه اون کتاب رو عوض میکنه، در 1315 دوباره چاپ میکنه. و آقای کسروی نه زبان فرض کنید که خط میخی رو میدونست، نه زبانهای باستانی رو میدونست. یک آدمی بدون شناخت زبانهای باستانی، اینو بعد اینکه من رفتم زبان آشوری و سومری و ایلامی اینا رو تحقیق کردم متوجه شدم، دیدم که بدون فهم اینها، که بدونیم این اکدی تشخیص بدیم این نه اکدی نیست، این اورارتویی یا این سومریه. حالا سومری مال کدوم دوره هست، آیا تحت تاثیر اکدی بود، تا اینها رو نشناسه اصلا نمیتونه زبانشناس باشه، نمیتونه لغت رو تشخیص بده و اتیمولوژی ریشه شناسی کنه. و ببینید گان هم که خب فراوان هست، در دیلمگان و آذربایجان و زنگان و مثلا اینها هست دیگه در گان. پس این یک استدلال‌های احمقانه میاره، مثلا میگه قارقارا بازار این از یونانی اومده، یعنی گراگی بازار که مال یونانی هست، یک شنبه بازار. و گارگا بازار که ما میگیم اینو میذاره کنار، در اونجا باکی رو از باخه، یعنی باخماق ریشه فعل نگاه کردن جدا میکنه و اینجا از گارگا جدا میکنه، مارالون رو از مار جدا میکنه، ماریاندی رو از مار جدا میکنه، ماروا رو از مار جدا میکنه، میاره متصل میکنه به ماد و ماد رو یک نژاد آریایی نشون میده و میگه ما نمیتونیم نژادها رو تشخیص بدیم مگه اینکه از نظر زبانی اینها مشخصا یک گروه باشن، اون وقت یک نژادند. اینو به هر آدمی که الان یک آدم علمی هست بگین میخنده به شما که چطور من مگه نژادم با اون زرتپوستای مثلا ترکستان یکیه، ما قدمون یکیه، چشممون یکی، رنگمون، صورتمون، مگه فارسی هر کی مثلا صحبت میکنه نژادشون یکی؟ نه، نژاد یه چیز دیگه است، بعد زبان یه چیز دیگه است. نژاد تحت تاثیر شرایط اقلیمی شکل میگیره در طولانی مدت و زبان یه چیز دیگه است. حالا میاد اینو میگه و ما مگه در مورد مادها اصلا شناختی داریم؟ مگه از این مادها ما کتیبه‌ای داریم؟ مگه کتابی داریم؟ مگه یک کاسه سفالی اصلا داریم؟ هر چیزی که هست غیر معتبر هست، هر چیزی که در مورد مادها گفته میشه بر اساس یک سری توصیفات یونانی ها. ماد ببینید در مزوپوتامیا یا همون بین النهرین به معنی سرزمین هست، به معنی خاک هست که اون موقع میگن، و سرزمین یا کشوری رو که میخواستن بغلشون هست توصیف کنم ماد میگن، که همون مانا هست. یعنی ما ماد و مانا رو کنار هم گاهی به جای هم استفاده میکنن و ما مانا رو بیشتر در نظر باید بگیریم. این دلایلی که صحبت میکنه آقای کسروی، ادامش رو مثلا ببینید، میگه برای ایجاد وحدت ملی یعنی لازم بود که آریا سازی شروع بشه، آریا سازی رو بر اساس وحدت ملی. شما نگاه کنیم بغل گوشمون طالبانی که شما نمیپسندید چند زبان رسمی هست، در عراقی که شما نمیپسندید ترکمنی رسمی شده، حالا کشورهای جهان اول رو نمیگیم. ولی اینجا چطور
صحبت از ترکی میشه، وحدت ملی من به خطر میفته. این چه زبانی هست؟ این چه ضعفی در شما هست؟ زبان شما یعنی اونقدر ضعیفه که شما نگران این هستین که حتی مثلا این در مدارس ابتدایی مثلا تدریس بشه. حالا جلسه قبلم که آقای مهندس راشدی و آقای باغبان اینا بودن، صحبت شد که ما دیگه از این اصل گذر کردیم، یعنی عبور کردیم. ما الان خواستمون خیلی فراتر هست که این مثلا 2 واحد بیایم در دانشگاه. بله اونم به هیچ دردی نمیخوره، چون فارغ التحصیل بشه به چه دردی میخوره؟ باید بازار کاری داشته باشه. و شما بله زبان مختار هستین برین انتخاب کنید. نه، ما به زبان خودمون که فکر میکنیم، احساس میکنیم، درک میکنیم، منطق ما بر اساس اون کار میکنه، باید زیست رو یاد بگیریم، ریاضی رو یاد بگیریم. این عدالت زبانی رو باید به وجود بیاریم، چون یک بچه فارس میتونه اینو یاد بگیره، درک کنه، تحلیل کنه، صحبت کنه. اما بچه من حالا باید اینو هی ترجمه کنه به فارسی رو به ترکی، درک کنه، بعد جوابش رو تبدیل کنه به فارسی، دوباره جواب بده. ببینید چقدر انرژی، این 50% دیگه افت پیدا میکنه. و مورد بعدی، یعنی اگه بخوایم نقدها و تناقضها رو صحبت کنیم، میگه آریایی‌ها اومدن مهاجرت کردن و زبان ماد و آذربایجان و همه اینها آریا بود. اولا آریا صحبت کردیم که حتی اونی که در کتیبه بیستون 3-4 جا نوشته شده، اینها نوع‌های مختلفی بود. یکی از بچه‌هام در دایرکت برای من فرستاده بودن، من توضیح دادم بهشون که فکر کنم آقای سجادی بود، سال سجادی، دوست ادیب و پژوهشگر بنده. من بهشون گفتم که اینها اولا نوع‌های مختلف نوشته شده، آریا نوشته نشده. بعد اون کتاب‌هایی که مثلا در مورد همین آقای کسروی و زبان آذری نوشته شده، میان ریشه سازی میکنن از اورارتو، از سومر، که اونجا ببینید ار به معنی مرد بود، ار به معنی جوان. ما الان هم میگیم اراربات، الان هم زن و شوهر میگیم، الان هم ار میگیم. یعنی این ریشه ار، آریا، ایران، اران، همه اینها ریشه های ترکی داره. و شما اگه بیاین صحبت کنیم، اتفاقا به نفع ماست که این ریشه هایی که شما میگین سومری، خب بیاین صحبت کنیم، بعد ببینیم آیا دسته زبانی هند اروپایی یا هند آریایی هست، یا زبان آلتایی، یا زبان همون چسباندنی، التصاقی. پس بدون هیچ گونه سندی از مهاجرت، یکی از دوستان محقق بندی که کتاب‌های بسیار بیشماری ترجمه کردند، گزارش‌های متعددی رو گرفتند از نویسندگان متعدد خارجی که در مورد آذربایجان بوده و کاوش کرده بودند، اما اجازه انتشار نداشتن. اینا رو الان انتشارات پروژه حسن رو چاپ میکنه. میگه شما یک کاسه نمیتونید پیدا کنین که مسیر مهاجرت آریاها رو از اینجا نشون بده. اصلا ما یک همچین فرضی نداریم. هرچند که الان اونایی که براشون تقریبا مسجل شده که آره ترک‌ها، مانناها، سومرها، اینا قدمتشون مثلا میرسه به 7-8 هزار سال قبل، الان میگن بله فرضیه آریایی رو بذاریم کنار، نه ما از اول اینجا بودیم. که نه، شما از اول اینجا نبودیم. مهاجرت ها امر زشتی نیست، امر ناراحت کننده ای نیست. از طرف هندوستان و افغانستان و تاجیکستان عبور کردیم و اومدین در قسمت های جنوبی تر که آب و هواش خوب نبود، چمن و دشت و اینها نداشت، جنگل نداشت، و اون قسمت هایی که خالی از سکنه بود بیشتر اون قسمت ها ساکن شدن. به هر حال باز نیم ساعت من تموم شد. من همینطوری سرعت عبور میکنم، اگه سوالی باشه بشنوم و بعد ادامه بدم. خیلی ممنونم. جناب آقای کاوه، نوبت با شما هست. اگر سوالی دارین از دوستا میتونم بپرسن، یا کامنتی هست میتونین مایک بزنید. وگرنه اگر جناب آقای دکتر اجازه بدین، آقای کاوه در 5 دقیقه بشنویم، چون زمان ما محدود هستش. ممنون میشم اگر در 5 دقیقه جناب آقای کاوه شما رو هم بشنویم. بعد جناب آقای حافظ هستن و سایر دوستان. آقای کاوه بفرمایید اگر صحبتی رو دارین در 5 دقیقه. سلام و درود دارم خدمت شما جناب علیار عزیز و خانم کیمیا و جناب آقای رحیم اکبریان. ببینید واقعا بحث جالبیه، بحث خیلی من لذت بردم. خیلی از بحثی که کردین مستدل و درست هست. من الان مختصر صحبت میکنم چون که واقعا مشتاقم
شما صحبتاتون رو تکمیل بکنید. در این رابطه حقایق زیادی روشن میشه. من فکر میکنم که اصلا رویکرد همسانسازی و انکار هویت یکی از مصادیق جدی در واقع فاشیسم است و در حقیقت بدترین نوع و خشنترین نوعش همین فاشیسم پارس محور هست که ما باش در واقع گرفتار هستیم و درگیر هستیم. هر گونه دادن به اصطلاح اعتراف به هویت و استقلال و داشتن هویت مستقل زبانی ملی رو در تعارض کامل با هویت خودشون میبینن و این در واقع اساس مشکل رو در جغرافیایی که امروز ایران مینامیم همین مسئله تشکیل میده. یه تعدادی اومدن برای خودشون تاریخ جعلی و فرهنگ جعلی و روایت‌های جعلی درست کردن و انقدر این رو تکرار کردن که خودشون هم در واقع باورشون شده. در حقیقت به نظر من گذاشتن همچه اتاقهایی و بحث و بررسی ریشه ها و علل این در واقع نوع فاشیسمی که حاضر نیست هیچ هویتی رو جز خودش و وابسته به خودش به رسمیت بشناسه، این رو باید واقعا ما آسیب شناسی بکنیم و بتونیم حقایق رو و اون چه گذشته است بر سر ملت‌ها و زبان‌های مختلف بازگو کنیم تا بتونیم یک نوعی از آگاهیگری و در واقع بازگفتن حقایق بتونیم در واقع یک نوع اتحاد و یک نوع در واقع تفاهمی رو در بین ملت‌های تحت ستم که همه از این مقوله رنج میبرن به وجود بیاریم. به هر حال من به همین قدر بسنده میکنم. مشتاقم ادامه صحبت‌های شما رو بشنوم و میکروفون رو میبندم. سپاس. متشکرم جناب آقای حافظ. شما رو هم 5 دقیقه بشنویم، خیلی ممنون میشم که برگردیم به ادامه. وقت بخیر. اطلاف وقت من نمی کنم. سلام میکنم خدمت مرسی. همه دوستان. عذر میخوام، من ساعت 8 به وقت لندن باید اتاق ترک کنیم چون جای جلسه دارم، ولی بحثا به قدری زیبا و شیرینه که دوست داشتم یه مشارکتی داشته باشم. خدمت دوستان عزیز باید من یه مسئله رو یادآوری بکنم. تمام صحبتایی که اساتید کردن کاملا من باشون موافقم. نکته ای که ما نباید فراموش بکنیم و متاسفانه خیلی کم به اون پرداخته شده، بعد سیاسی قضیه اسیمیلاسیون در ایران یا همون ممالک محروسه. واقعیت امر اینه که خیلی اکثر اساتید تاریخ و ادبیات فقط اومدن جواب ترهات و جفنگیات پان ایرانیستا، احمد کسروی، نمیدونم افشار یزدی، ایکس وای، یک مش مزدورای شرکت کمپانی هند شرقی رو جواب بدن، ولی از نقش سیاسی اقتصادی این کمپانی هند شرقی، شرکت نفت بریتانیا که با حمایت‌های مالیشون دولت بریتانیا اومد این سیاست‌ها رو در ایران حمایت کرد با پول اونها و با تفنگ سربازان بریتانیایی. این واقعیت خیلی کمتر روش مانور داده شده. محققین ما متاسفانه زیاد روی این قضیه کار نکردن و اینو من خدمت دوستان به صراحت بگم که در سال اون اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 واقعیت امر اینه که اساس و ساختاری رو پای ریزی کردن. این چارزل، کمپانی هند شرقی، شرکت نفت بریتانیا، دولت بریتانیا و مزدورانی که در داخل ایران بودن، از این وضعیت میخواستن کمال استفاده رو بردن، استفادهشون هم بردن. شما دقت بکنید فقط در یک شبانه روز با رسمی شدن زبان فارسی 99.5% از مردمان ایران که اون موقع جمعیتی نزدیک به 8 میلیون داشتن بی سواد شدن.
5% الا 3 درصد و نیم، 3.5 الا 5%، عذر میخوام، نیم درصد، نیم درصد طبق آمار دولتی نیم درصد از مردمان ایران قادر بودن به زبان فارسی بگن و بنویسن و این نیم درصد شدن همکارای مملکت در یک شب. و با حمایت هایی که گرفتن، با اون پولی که بهشون پرداخت شد از طرف این کمپانیا، سیاست دولت بریتانیا برای ایجاد توازن در منطقه، ما فراموش نکنیم این بحران در زمانی رخ داده که در ترکیه یکی مثل آتاتورک با اون حس ناسیونالیستی و الوبل میاد قدرت میگیره، حکومت رو چیز میکنه، در نقطه دیگه ناسیونالیسم عربی در نقاط مختلف شکل گرفته و دولت بریتانیا خواهان اینه که یه توازن به وجود بیاره. چه بهتر از این که دستشو تو دل تاریخ بکنه، یه نمیدونم یه عده رو در بیاره، تاریخ سازی بکنه، جعل کنه، تعریف بکنه نقش دانشگاه شیکاگو، اون نمیدونم زرتشتیان هند، این فراماسونریا، اینا با هم دیگه شروع کردن به کار کردن. یه عده کار سلاخی پیش بردن، یه عده کار نمیدونم اقتصادی فرهنگی، یه عده هم مثل کسروی و غیره هم شروع کردن به چیز نوشتن. آقا آذریان نمیدونم یه بار میگن اینا اصل آریان، یه بار میگن مغولن، به هر نحوی هر کدومشون به شکلی ماها رو مشغول کرد در طول این سالیان. ولی واقعیت امر اینه که این یه پروژه سیاسی. ما در سال 57 کنار ضد مردم خیلی کمتر از حالا بود شاهد این قضیه بودیم که با یه خیزش 57 و به خارج شدن چیزی در حدود بالاترین جمعیتی که در تهران خارج شد 250,000 نفر بود، تمام دنیا پشت اون خیزش قرار گرفت، حمایت کرد، شاه ساقط شد. اما حالا 44 سال ما اعتراضاتی گنده تر از اعتراضات نمیدونم 22 بهمن و غیره داشتیم. چرا حمایت نمیکنن؟ به این دلیل که فهمیدن که بابا مردمان ایران، ترکش، کردش، عربش، بلوچش، ترکمنش، اینا تو این 100 سال به این نتیجه رسیدن که آقا این ساختارم تغییر بکنه برای من سودی نداره، من باید دنبال حاکمیت ملی خودم باشم. به همین دلیل در طول این 44 سال گذشته با ایران دارم مماشات میکنم. دلیل عمده این که از هیچ یک از خیزش ها حمایت نمیشه از سوی غربی ها اینه که میدونن بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی فارس محور اثنا عشری نمیدونم 12 وجود نخواهد داشت. به همین دلیل هم با تمام توانشون دارن سعی میکنن یه جوری این مسئله رو نمیدونم مدیریت بکنن. مردم هم این قضیه رو فهمیدن. میبینیم ما تو خیابونا مردم شعار میدن، همون زمان نمیدونم اوباما با ما یا با اونا، نمیدونم تو جاهای دیگه نقاط مختلف. واقعیت امر اینه دوستان، اینا هر کاری کردن، هر گندی زدن در طول 100 سال گذشته غیر قابل جبرانه. اینو هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. جمعیت زیادی رو آسمیله کردن، جمعیت زیادی رو کوچوندن، جمعیت زیادی از بین بردن، محیط زیست، طبیعت، هر آنچه هست و نیست، هر آنچه هست و نیست رو به نابودی کشوندن. محیط زیست، اقتصاد، همه چی. شکافی که در حال حاضر بین مردمان ایران، بین حاکمیت، غیر قابل جبرانه. اما ما دیگه از زبان مادری و نمیدونم خواستن حق تدریس اینا رو عبور کردیم دیگه عزیزان. ما خواستار حاکمیت های ملی خودمون هستیم، ما خواستار تشکیل دولت های خودمون هستیم که از منافعمون دفاع بکنن. اجازه ندن محیط زیستمون نابود بشه، اجازه ندن نمیدونم آب رودخونه های ما دزدیده بشه، در مناطقی بره چیز بشه، انباش بشه، نمیتونم ببرن اونجا تو اصفهان و کرمان و یزد برای کارهای صنعتی نشور، برای کشاورزی. جناب ما آقای خواه... مهندس، خیلی ممنونم، وقت تمومه، من شرمندهتونم. هر کلام آخرتون رو بفرمایید، ببخشید بفرمایید، بعد بریم سایر دوستان چون وقتمون خیلی کم من هست. دیگه چیزی ندارم. مرسی، قربان شما، مرسی مرسی که تشریف آوردین. خارج نشیم از موضوع تخصصی زبان ترکی و کسروی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رحیم آلبایرخ. اگر صحبتی رو شما دارید بازم ادامه بدین تا دوباره خدمت جناب آقای تابان و آقای اوغوزم باش. مرسی. بله، صفحه 17 میفرمایند آقای کسروی که ویجوی سلماس خوی رومی می نویسن، اورمی نمی نویسن.
تبریز، اوجان، ارس معنی ندارن، برای همین اینها حتما آذری هستن. ببینید آدم باید کمی بی سواد باشه و مطالعه نداشته باشه که این حرف ها رو بزنه. مثلا آراز رو ارس نوشتن، حالا ما بیایم لفظ یونانی آراکس یا مثلا بنویسیم، یا تبریز رو تبریختن، یا ببینیم مثلا سردرود رو بگیم که این رود سردی هست، برای همین فارسی هست و این نشون میده که کلمه آذری هست. و بدونیم که این به سردری ارتباط داره. الان هم سردری میگن و ساردری یا همون شار که از اکدی اومده در اورارتوی سار شده، 2825 سال پیش اسم یک شاهی بود، مال اورارتوها بود، لشکرکشی داشته، اینجا کتیبه داره. شما در آذربایجان هیچ کتیبه‌ای به زبان هخامنشی، به زبان ساسانی و پهلوی اینها نمیتونید پیدا کنید. اما تا بخواین زبان سومری، زبان اورارتویی اینجا هست، یعنی در تپه حسنلو، در زیویه، در مناطق مختلف اورمیه، در آذربایجان شرقی، در حتی گیلان مثلا ما کتیبه های اورارتویی داریم، کتیبه های سومری داریم و دو سنگ نوشته‌ای داریم در مارلی که اینها هم سومری هستن. من اینها رو هم فرستادم برای سومرلوک ها و با اونها بررسی کردیم که متعلق به چه دوری هستن. و جالب اینه که مثلا میگه که لیلاوا معنی نداره در ترکی. آوا که خب گفتیم از اوبا و اسم محل یا منطقه یا سرزمین، مثل کی که در مثلا زبانهای باستانی هست، کر. اینجا ما لیل داریم، لیل آوا، لیل آوا. و لیل میدونیم که اسم خدایگان رب و نوع مشهور مثلا سومریان هست که وارد زبان اکدی هم شده. ما مثلا ببینید در دوره‌های خیلی قدیم، اون جایی که من مطالعه میکنم، اسم بیلانکو، همین رشته‌ای که الان سرخاب هم فارسیش کردن، بیلانکو لیلانکی نوشته شده. لیلانکی، باز اینجا لیل رو ما داریم. ما باید برای شناخت کلمات به این سادگی و ساده لوحی و سطحی نظر ندیم. باید زبانها رو بشناسیم، بیایم اینها رو تحلیل کنیم، اجزاشون رو بشناسیم و بگیم که خب این لیلانکی که داره کی، مثلا قافلانکی، قافلانکو الان کردن، مثلا لیلانکو کردن، این کی کوه نیست، این به معنی زمین هست. این کر هست و کر در زبان ترکی و سومری و زبانهای باستانی به معنی زمین هست. مثل همونی که الان مثلا دمشقیه میگن در چهارراه آبرسان تبریز الان، ولی حاضرن عربیش رو بگن، ترکیش رو که جومشقایه هست، جومشگایه در زبان خود تبریز جومشقایه میگیم، ولی قایه در زبان ما هست. در زبان مثلا استانبولی کایا میگن، هتل کایا که الان در تبریز هست، یعنی صخره یا سنگ صاف خیلی درشت، این کایا هست. مثلا سارکایا، سارقایه که اونجا رو سارقیه کردن. مثل آخماقایه که اونجا آبی مثلا جاری بود، آخما و قیه. این باید ریشه شناسی بشه، اینها باید همسان سازی بشن و به این شکل خیلی در عذر میخوام این کلمه رو استفاده میکنم، در اوج بیسوادی این کلمه ها رو همینطوری ظاهری قضاوت کرده و برای خودش یک زبانی آفریده و باز اشاراتی کرده به مثلا مستندات تاریخی و همون اتفاقی که ایران شهری انجام میدن. اینها چون دست و بالشون در زبان هخامنشی که خب در گفتیم جاهای خیلی محدود در ایران هست و اونها هم دارای اشکالات عدیده باستان شناسی هستند، گرامری هستند و من در مورد اینها هم صحبت کردم به صورت خیلی زیاد در پیجم و مقالاتی هم نوشتم. ولی منابع خطی به نفع این هاست. خب آقایی به اسم محمد علی فروغی، عضو همون ماسون تاریخ خانه یا لوژی که هست، لوژ فکر کنم بیداری بود، در اونجا هستن، چراغدار اونجا هستن و دستورات میگیرن. تمام نسخه ها هم رونویسی میشن در زمان اونها، تاریخ گذاری میشن و وارد کتابخونه ها میشن. خب برای همین هست که ایران شهری ها به این کتاب ها مراجعه میکنن. ولی من چند تا از تناقضات رو در آوردم که ملاحظه کنیم. میخوام این فریبکاری های اینها رو اگه چند تا نمونه رو نشون بدیم با سند و مدرک، دیگه بقیه موارد هم برای شما رو میشه، یعنی متوجه میشین که بر چه اساس اینها بنیان گذاشته شده. مثلا از ابن هوقل
که اونجا هم پسر وقل نوشته، ابن مقل رو حتی اسم رو هم عوض کردن، مثل همون ماهکی که آقای باغبان میگفتن. اونجا در المسالک الممالک میگه که زبان آذربایجان زبان فارسی و عربی است، هم زبان ارمنستان و هم زبان آذربایجان فارسی و عربی هست. خب الان کدوم ارمنی میتونه اینو قبول کنه که زبانش مثلا در یک دوره عربی و فارسی بوده؟ خب که ما هم قبول کنیم. اما من با این کاری ندارم. خب اینو نوشته، اما در همین منبع مثلا خب چیزای دیگه هم نوشته. مثلا نوشته در آران، یعنی اینجا منطقه‌ای که شمال ما هست، منطقه گرمسیری رو آرام میگیم در ترکی. اونجا یک کوه هست قبق، مثلا حالا قفقاز میگیم دیگه، قبق که کاملا مشخصه قباق یک لغت ترکی هست و زبانهای گوناگونی از آن کافران آن کوه را فرا گرفته. مسعودی آذری هم همچین چیزی رو تکرار میکنن. خب این زبان ها رو که نمیشناسه، اینها رو نمیگه، چون لهجه های اینجا مخصوصا در پستای قبلی هم من نوشتم زبان هایی که خیلی شبیه هم هستن، همشون هم جز زبان های ترکی هستن و گاهن هم متوجه مثلا این روستا زبان اون روستا رو نمیفهمه، اونقدر مثلا با هم دیگه مراوداتشون کم بوده به خاطر این راه های صعب العبور که زبانشون لهجه هاشون با همدیگه فرق میکنه، زبانشون که یکی لهجه هاشون فرق میکنه و میگه زبان های گوناگون دور اون کوه ها رو فرا گرفتن، یعنی کوه های قفقاز. قفقازی هم که به آذربایجان بیشتر میگفتن، حتی قفقازی میومد تا مثلا کوه های زاگرس ارتباط داشت و اینها رو کلا مثلا قفقاز میگفتن. از ابو عبدالله مثلا مقدسی، عبدالله بشاری مقدسی میگه اونجا نوشته زبان اینجا آرانی هست. از ابو زکریا خطیب تبریزی، ابو علی معیری که خاطره سرگذشتی رو توصیف میکنه، میگه مثلا اونجا در مسجدی نشسته بودیم، فکر کنم مسجد امویان دمشق بود، یک آقایی اومد با دوستم صحبت، با استادم صحبت کردم و اون گفت که خب من زبان شما رو متوجه شدم و اونها رو گفت و گفت به چه زبانی؟ گفتم زبان مثلا این آذری بوده. منبع اصلی که من میرم نگاه میکنم میبینم اونجا الآذربیجه نوشته، آذری ننوشته. هرچند که آذری هم منسوب به مکان هست، یعنی توصیف، من میگم زبان بندری، بندری یک زبان نیست، ارانی یک زبان نیست. چون در صفحة الصفای ابن بزاز مثلا نوشته که زبان اردبیل زبان اردبیلی هست. حالا میگیم آیا زبان اردبیلی یک شاخه زبانی متفاوتی از ترکی و فارسی اینها هست؟ نه، زبان اردبیلی وقتی میگه خب در منابع خطی فراوان داریم که مثلا زبان تبریزی نوشته، زبان خویی نوشته، اینها زبانهای متفاوت نیستن. تعبیر به زبان آذری هم یک آدم فقط مغرض میتونه بکنه. زبان اینجا باید از دیدگاه ترکی نگاه کرده باشیم و هم نشون بدیم که خب این مثلا در متن اصلی آذربیجی یعنی زبان آذربایجان نوشته شده و اینو تحریف کرده آقای کسروی. خب برمیگردیم به مورد بعدی. در نزهة القلوب حمدالله مصطفی یک موردی آورده، گفته ببینید این زبان مثلا آذریه، مسئله چیه؟ اونجا نوشته که انگور خلوقی بچه در سبد اندرین. میگه خب ببینید این لغت به معنی اینه که انگور خلوقی در سبد دریده است، پس این یک زبانی هست که اونجا صحبت شده، در ارومیه صحبت شده. ببینید اولا بچه نیست، در منبع اصلی منبع خطی بگچه هست. بیچه یعنی پسر مثلا زیبا شاهزاده مثلا جوان بگچه. انگور خلیگی بچه‌در سبدین درن. خب یعنی آدمی که لباسش مثلا نامرتب باشه، خودش قشنگ باشه، اینجوری میگن. اونجا بچه‌در لیسترینج هم در مقاله سومش دقیقا همین شکلی رونویسی کرده، یعنی رونویسی غلطی رو اصلاح کرده. اونجا نوشته این در زبان ترکی هست و با زبان امروز فرق داره توسط
اوجابستده هم چاپ شده. اونجا میگه با زبان امروز ترکی ذره فرق داره، چون زبان باستانی ترکی هستیم. اینو آورده به جای مثلا زبان آذری گرفته. ببینید ما نمیتونیم الان بگیم چون در فارسی میگن این یر شد و بعد مثلا 50 سال بگیم بله این مثلا زبان اولیه فارسی ترکی بوده و ببینید این نشانه هاش هست. مثلا آقای احمد نژاد گفته که اصلا تحریم نمنعی، خب اینجا نمنعی ترکی هست. نه، زبان ها به هم دیگه وام میدن، اصطلاح میدن، اصطلاحات استفاده میشن. در زبان فارسی هم چقدر بخوایم مثلا ما داریم کلمات، اصطلاحات، لغات عربی، ترکی، یونانی، ارمنی، هر یونانی داریم اینها رو و نمیتونه اینها مصداق باشه که آقای کسروی به اونها متوسل شده. باز مثلا اشاره کرده یک فقط نمونه از هخامنشیان آورده آقای کسروی. اونجا نوشته که اونجا میگفتن از یعنی خودم، و ببینید الان هم در ترکی میگن öz یعنی خودم. و این حالا ما میتونیم بگیم خب این برعکسه. هخامنشیان کی بودن؟ اولا اگه معتقد به اصالت هخامنشیان باشیم که اینها قومی ساخته شده نیستن، یک گروهی بودن اومدن اینجا و زبانشون رو اصالت بدیم، بگیم اینا وجود داشتن، زبانشون هم وجود داشت، خط میخی هم بعدا ننوشتن، اینا همه اینا رو قبول کنیم که ما باید با تردید نگاه کنیم. من نه رد میکنم نه تایید میکنم، چون از نظر علمی من دسترسی ندارم نه به آزمایشگاهش نه به تحقیقش. ولی این öz چطوری نمیتونیم بگیم که از زبان ترکی وارد اون زبان شده؟ و اونجا باز نمونه های می آورده، مثلا از اثر برای اسماخ گیری کردن، از اویان. و ببینید مثلا از کشف یک شعری آورده: تو که مشکین کاکل در قفایی، بمود واجن که سرگردان چرایی. میگه ببینید اینجا واجن به معنی گفتن هست و این زبان آذری هست. خب واجن یک لغت لوری هست به معنی گفتن، لوری ها استفاده میکنن. این هم از اونجا باید پیدا کنیم. یعنی حتی این مثلا زانم یا نزانم که در شعرهای مختلفی از معالی و کشی آورده، اینها همشون کردی هستند و اینها رو به عنوان زبان مثلا آذری، زبان ساخته شده جعلی آذری به خورد ما داده که ما دائما در تلویزیون میگیم زبان آذری، در شورای شهر میگیم زبان آذری. این زبان آذری اولا وجود خارجی نداره، اگه هم گفته بشه به معنی زبان آذربایجان، ترکیه آذربایجانی هست. همونطوری که در دوره ناصرالدین شاه، در دوره قاجار، حالا دوره ناصرالدین شاه باید باشه، کتابی نوشته شده و اونجا عالم‌های مختلف نوشتن، اونجا آذری رو به زبان ترکی آذربایجانی معنی کردن. شاید در نمونه‌های متعددی از نسخه خطی شما مشاهده کنید که آذری وجود داره، زبان آذربایجان آذری هست. خب آذری به معنی ترکی آذری هست. قفقازی، قرقیزی یا ازبکی یک زبان خاص نیست، گویشی از زبان ترکی هستند اینها. برعکس اینها من نمونه‌های زیادی رو جمع کرده بودم امشب که نشون بدم. نمونه‌های متعددی از منابع عربی جمع کرده بودم که اونجا زبان آذربایجان رو ترکی، مردم آذربایجان رو ترکی گفتن و اینها رو نگه می‌دارم برای یک جلسه دیگه، چون زمان 90 دقیقه ما تموم میشه. میخوام در حوصله مردمی که این رو گوش میکنن بعداً در تلگرام و جای دیگه باشه، من نتیجه گیری میخوام بکنم از صحبت هایی که امروز شد و اگه سوالی باشه بعداً جواب بدم. هومن وامبری محقق هستند. ماکس مولر زبانشناس است در دهه 1900. اینها مشترکاً معتقدند که زبان ترکی از نظر گرامر، قانونمندی، کمال، برجستگی حتی از عربی هم والاتر هست. اینا توصیفاتی که کردن واقعاً یه ذره اغراق‌آمیز به نظر میرسه. مثلا میگن که اینها رو، زبان ترکی رو انگار زبانشناسان در یک فرهنگستان نشستن تشکیل دادن، کاملا قانونمند و عرضه کردن به مردم. ما این زبان رو از مردم خودمون دریغ کردیم. احتمالا والدینی از بچه های خودشون دریغ کردن.
اگه ما در نظر بگیریم که این جزئی از ثروت‌های فرهنگی، ثروت‌های زبانی کشور ما بود، ما میتونستیم به وسیله این زبان تبادلات فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی با کشورهای مختلف داشته باشیم، عضو کشورهای ترک زبان بشیم، از منافع اونجا بهره مند بشیم، از پشتوانه امنیت اونجا بهره مند بشیم. همه اینها رو به خاطر نژاد پرستی زبانی خودمون کنار گذاشتیم و ایران را از این ثروت مهم دریغ کردیم. اون وقت باید یک نگاه دقیق و مجددی به مسئله زبان در ایران بندازیم، فارغ از تعصبات زبانی، اینکه من ترکم یا مثلا من فارسم یا من عربم، اینها رو بذاریم کنار و این رنگارنگی رو فقط در شعار ندیم. باید برگردیم به از اساس ما جرأت تغییرات خیلی بزرگ رو داشته باشیم، وگرنه تغییرات به ما تحمیل خواهند شد. این جبر تاریخ هست، این قانون جامعه شناسی هست که این خواسته ها بعداً به وسیله های شدیدتری اگه تلمبار بشن تحمیل میشن به جوامع و ما علاقمندیم که این با کانال ملایمت، با کانال دوستی و صلح همینطوری بره جلو و از این حمایت میکنیم. من صحبتم رو تموم میکنم. البته به زبان چون فارسی صحبت کردم احتمالاً توپخ‌های زیادی داشتم که عذرخواهی نمی کنم، به خاطر اینکه با یک زبان غیر خودم صحبت میکنم. ولی خب به خاطر دوستانی که من فارسی صحبت کردم که بقیه هموطنانی که احتمالاً این مسئله آذری رو شنیدن اما به هیچ عنوان به صورت علمی و منطقی ننشستن که صحبت بشه که خب این زبان چطوری به وجود اومده و چه ریشه هایی داره، ما این زبان رو، این اتاق رو به زبان فارسی ادامه دادیم. از اونها عذرخواهی میکنم. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر رحیم آلبایراق. جناب آقای تابان بفرمایید 5 دقیقه و بعد شما هم جناب آقای اوغوش هستن و آقای محمد که دوباره کامنت آخر رو از جناب آقای مهندس حسن راشدی خواهیم گرفت و سخن و کلام آخر رو با کیمیا خانم و آقای دکتر رحیم آلبایراق خواهیم بود. بفرمایید شما رو بشنیم آقای تابان. با سلام و خسته نباشید حضور اساتید محترم و همه دوستان حدود 45 سال پیش جمهوری اسلامی تأسیس شد، ولی امروز هم مردم به چهارراه شریعتی میگن چهارراه شهناز. با اینکه در طول 45 سال گذشته در اون چهارراه همیشه تابلوی شریعتی جنوبی و شریعتی شمالی دیده میشه. پس اسامی به این صورت که ما فکر کنیم با قلم عوض نمیشه. اگر شما به کتاب حمدالله مصطفی و یا رشیدالدین فضلالله مراجعه کنید، اونجا تمام اقوام و قبیله هایی که از شرق اومدن نوشته شده است، ولی در اونجا اقوامی که در غرب ساکنند قید نشده است، مثل خزرها، ساورها، کمرها، مهرانیها، گردها، متها. اینها خب اگر ما امروز نگاه کنیم و دقت کنیم به روستاهایی که در کل آذربایجان و در کل ایران، حتی خراسان و نیمه شمالی ایران نگاه کنیم، میبینیم که این اسامی تغییر ناپذیر فکر کنم مشکل اینترنتی و صدا دارین جناب آقای تابان. منتظر باشیم اگر مشکلشون حل بشه دوباره ادامه بدیم. کمی حدود 1 دقیقه ما صدای شما رو نداشتیم.
مایکتون رو باز بکنید، شاید درست شد. اگه درست نشد دیگه ما آقای اوغوز رو بشنویم دیگه. جناب آقای تابان صدای منو اگر دارین مجددا مایکتون رو امتحان بفرمایید، شاید درست بشه. همیشه مشکل فنی در ایران این مشکلات رو داره. فکر کنم که فعلا مشکلشون حل نشده. به هر حال آقای اوغوز شما رو بشنویم، بفرمایید در 5 دقیقه. مثلا جناب در آقای تابان، کشور بله آقای تابان، بله صداتون قطع شده بود. حدود 1 دقیقه برگردیم به عقب اگر صداتون باشه، حداقل به استیکر از کجا پروفایلم نگاه. حدود 1 دقیقه شما برگردید و فیلتر شکنتون هم ببندید. احتمالا فیلتر شکنتون اولا ببندید، مجددا 1 دقیقه بعد قبلش شروع کنید. مرسی. من اینو میگفتم که یه ضرب المثل پارسی هست که میگه که یارو پیلش یاد هندوستان کرده. در ادبیات پارسی چه مفهومی دارد این ضرب المثل؟ به چه کسانی میگن یارو پیلش یاد هندوستان کرده؟ به آنهایی که باید هندوستان رو دیده باشند دیگه. چرا پیلش یاد مثلا آفریقا را نکرده؟ چرا مثلا جای دیگری را به خاطر نیاورده؟ فقط از هندوستان اومده و اونجا یادشه، یعنی به خاطرش مونده است که یه زمانی در هندوستان بوده است. چون این ضرب المثل در زبانهای دیگه نیست، نه ترکی و نه عربی و نه زبانهای دیگه. این یه چیز مهمی. اما مثلا ما موقعی که اسامی اماکن و به اصطلاح روستاها رو در خراسان، در سمنان، آذربایجان تا همدان، به اصطلاح قفقاز، تمام اینها ما این روستاها رو بتونیم بنویسیم و روی قلم بیاوریم، میبینیم که این اسامی خیلی هاشون ربطی به مهاجرت ترک ها در زمان غزنویان یا سلجوقیان ندارد. اینها به اصطلاح اسمهایی هستند که قبل از اون هم بودند، مثل سابرها، خزرها، کمرها، مهرانیها، گورتها، متها، خیلی هستند که امروز هم روی روستاهای ما هست. یا مثلا آسها که ما امروز میشه گفت که حدود 50 تا بیشتر روستا داریم که با الف و سین یا آب و سین شروع می شود. اینها نشان میدهد که این جغرافیا مخصوص ترکان بوده و خواهد بود و بعد از این هم هر چقدر سعی بکنند، یعنی ابر فقط یه مدت اندکی میتونه جلوی خورشید رو بگیره. موقعی که کنار رفت همه چی روشن میشود. خیلی ممنون، تشکر. متشکرم از شما. با اینکه قسمتی از صحبتاتون رو نشنیدیم، انشالله همیشه این مشکل فنی و اینترنتی شما حل بشه. جناب آقای دکتر ممقانی شما خوش اومدید. آقای اوغوز شما رو بشنویم، بعد آقای محمد رو خواهیم شنید. اوغوز میدونی که وقتمونم کمه، 5 دقیقه. بله، من متشکرم. خیلی کوتاه صحبت میکنم. الیار عزیز، خسته نباشید عرض دارم خدمت شما و اساتید محترم. من حالا یک اسم نمیبرم، آقای آلبایراک و آقای تابان، آقای رشیدی و سایر دوستانی که اینجا هستن. من خیلی کوتاه فقط یک جمله رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اینه که ببینید، صحبت در رابطه با این اتفاقاتی که در 100 سال گذشته، 120 سال گذشته افتاده خیلی مهم، چون منشأ تمام اینها برمیگرده به همین دورانی که کسروی‌ها و افشارها وارد این چرخه شدن و ایران، یعنی جغرافیای ایران بعد از در واقع مظفرالدین شاه وارد یک بحرانی شد که در واقع نتونست از اونجا مخصوصا عنصر ترک در واقع خودش رو تثبیت بکنه. یعنی در واقع ایران به یک رقابت آنگلو روس در واقع تبدیل شد که یک بخشش در واقع روس ها بودن که خیلی جالب شاید بدونید که روس ها
در کنار اینکه اون قزاقخانه رو در ایران زیر نظر مستقیم ارتش در واقع خودشون تأسیس کردن، فعالیت‌های فرهنگی در تهران هم پایتخت هم داشتن، به علاوه اینکه از تهران یک سری از مناطق مخصوصا مثل هند رو نظارت می‌کردن. این خیلی مسئله مهمی هست که اینها در واقع مرکز در واقع فعالیت‌های اینها به این شکل بوده و بعد از اونم که مثلا ما می‌بینیم که زبان از دوره به قول معروف مظفرالدین شاه که زبان فارسی یک زبان در واقع چیز هست، یعنی مشترک هست برای گفتگو در ایران. در دوره پهلوی با اون سیستمی که ایجاد میکنن در واقع انگلیسی ها تبدیل میشه به یک زبان رسمی و زبانهای دیگر رو کاملا در واقع کنار میزنن. من خیلی نمیخوام صحبت کنم، استفاده میکنم. ممنونم که این اتاق رو باز کردید. باز هم خسته نباشید میگم خدمت شما و دوستانی که اینجا هستن و شنون. ممنونم. انشالله جلسه بعد هم ادامه خواهد داشت. جلسه دوم احتمالا با تصمیم جناب آقای دکتر رحیم آلبایراق. بازم شما رو در اونجا ببینیم. آقای محمد شما بفرمایید، شما رو 5 دقیقه بشنویم. مرسی. با سلام خدمت دوستان و اساتید و جناب رحیم بی. من نمیخوام سوالی ندارم، ولی یعنی با سوال نمیخوام موضوع چون آخرای برنامه است موضوع رو احیانا عوض بشه. ولی در در بین صحبت ها به کلمه ماد و یا مات، من میخواستم بگم که این کلمه مات، من اردبیلی هستم، ما کلمه مات رو ماتیر، یعنی به جایی که مثلا شیبدار هست و یا شیبش مثلا کمی به سربالایی هست، به این کلمه مات رو استفاده میکنیم. به جاهایی که اون خاصیت رو دارن میگیم ماتیر. و یا کلمه ماتو داریم که مثلا بازی کودکانه به یه گودالی که میکنیم به اونجا، یعنی مقر محسوب میشه، اونجا میگیم ماتو. و در مورد یه چیز دیگه میخواستم بگم در مورد اینکه زبان ما رو مثلا دوره مثلا کلمات ترکی رو مغولی نوشتن تو لغتنامه، مثلا ده خدا نوشته مثلا این کلمه مغولیه. ببینید، من اینطوری بگم که این مغول اولوس، یعنی این اولوس همون ملت هست. مغول اولوس با ملتی که امروز با مغول میشناسیم خیلی فرق داره. اون مغول اولوس در واقع که اون زبان رسمی اون مغول اولوس ترکی بوده. بله خب طبیعی هم هست که زبان مغولی که نوشتن مثلا این کلمه مغولیه، بله زبان اون مغول اولوس بوده، یعنی اون ملت مغول که اکثریتشون ترک بودن، ولی خب اقلیتی از ملتی که امروز ما مغول میشناسیم. و این هم فراموش نکنیم که مغول هایی که ما امروز اونا رو مثلا مغول مینامیم، اونها به خودشون هیچ وقت مغول نمیگن، کشورشون رو منگولای میگن و به خودشون اون ملت به زبانشون و به خودشون میگن خالخا میگن. و حالا میشه گفت مثلا ما شهری داریم تو اردبیل که اسمش خالخال هست. از قضا مثلا بعضیا میگن این شهر اسمش هیرو بوده، بعدا خالخال یعنی جمهوری اسلامی و یا پهلوی اینو تغییر داده. نه، این تو کتاب دادا گرگوت هم خالخال نوشته شده و این کلماتی هم هست. این کلمه یعنی و در کنار شهر هیر و یعنی رودی که از خلخال هم خلخال میگذره اسمش هیرو هست، چون یک طرفش هران هست، هران که الان حیران میگن ولی در صورت اونجا هران و هراندان هست، و این طرفش هم شهر هیر هست. خب رودی هم که اونجا میگذره رو هیرو میگن، ولی اسم اون شهر تو کتاب دادا گرگوت خالخال اومده. و بین این شهر هیر و بین شهر خالخال یه دریاچه‌ای داریم که بالای کوهه، بهش میگن نور، که امروز نور سرش کردن. ولی نور در زبان اون خالخاها یعنی به دریاچه میگن نور، که این کلمه مثلا حالا نمیتونم دقیق بگم که این کلمه مثلا
ترکی هست یا همون زبان خالخایی هست، خالخاها هست که همون مغول ها باشن. یعنی این کلمه ما میبینیم که این کلمه رو مثلا کلماتی رو مثل ناودون، مثلا ما جایی که مثلا آب از اونجا گذر بکنیم بهش میگیم قنو و نو. و ما میبینیم که مثلا امروز برای خودشون اومدن کلمه درست کردن، ناو، ناوگان، ناوبر فلان. این کلمه ها مثلا اینا رو در خیال خودشون فکر میکنن که مثلا این کلمه ها فارسیه. اینجوری شده که ببینید خیلی از کلمه ها رو مثلا ما ریشه هاشون رو تو نمیدونیم و این حالا یه عده هم اومدن برای خودشون این کلمه ها رو برداشتن، میگن که آره مثلا این کلمه فارسیه. بعد مثلا ما دوباره میریم دنبال کلمات جدید باید بگردیم که از زبان ترکی. البته زبان ترکی اینقدر قدرتمند هست که میتونه باز کلمات جدیدی بسازه. در همین حد خواستم اینا رو بگم. اگه آقای آقبایرا هم در این مورد صحبتایی که من کردم اگه نظری دارم، اگه بله. بفرمایید ممنون میشم. مرسی. مرسی آقای محمد. آقای البایرق شما اگر کامنت دارین بفرمایید، چون بازم به شما میرسیم. بفرمایید. بله، مطالب جالبی هست. فقط پارانتزی باز کنم به خاطر اینکه من خیلی علاقمند بودم. ما هم یک فرهنگستانی، ما هم یک مرکزی داشتیم. این لغات اونجا جمع می شدن. بارها و بارها من در حین مطالعات یا رونویسی های کتیبه های باستانی و اسامی متعددی برخورد می کنم که در سرزمین آرتا یا همین سرزمین آذربایجان اسم برده شده. نمونهش همین امروز لغت ماگام بود که از اونجا سنگ مثلا قیمتی می‌بردن برای سومر که با موغام مثلا خیلی شباهت داره و من اینو رونویسی کردم. خیلی دوست داشتم این کلمه‌هایی که شما گفتین، اورو، هرو و هران و همه اینها رو بازنویسی می‌کردیم، ولی متاسفانه در ایران من مطمئنم که تا من 4 نفر رو کنار هم جمع کنم میتونه یک برچسب امنیتی بخوره. برای همین ترجیح میدم که در سکوت و تنهایی در حصر خود خواسته خودم بشینم اینها رو مطالعه کنم تا زمانش برسه و ایشالله بتونیم کنار هم بشینیم و اینها رو با هم مبادله کنیم، کلمه ها رو یک به یک بررسی کنیم، بندازیم در مانیتور، همه صحبت هاشون رو بکنن، نظرهاشون رو بگن و اینها استنتاج بشن، ریشه یابی بشن و حقایق روشن بشه. ما تعصبی نداریم که حتما اینها ترکی باشن، حتما اینها مغولی، عربی یا فارسی هر چی باشن. ما دوست داریم این حقیقت افشا بشه و این لاپوشانی که در تاریخ شده، این تحریفاتی که شده، این پرده هایی که روی تاریخ ما انداخته شده، اینها رو کنار بزنیم و واقعیت ها رو نشون بدیم به صورت علمی. خیلی ممنونم از شما. منم متشکرم از شما، از توضیحاتتون جناب آقای دکتر رحیم البایرق. جناب آقای دکتر ممقانی خیلی خوش اومدین، شما رو هم بشنویم. سرفراز فرمودین، تشریف آوردین. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همه اعضای حاضر در اتاق. از زحمات شما آقای الیار تبریزی واقعا تشکر و قدردانی میکنم. از آقای دکتر آقبایراق که بنده جدا استفاده میکنم و قصد به اصطلاح گرفتن وقت رو ندارم، دوست دارم از ایشون استفاده کنیم. اما یه چند تا نکته است، اینا رو در حد یه کامنت از من بپذیرید. من میخواستم یه خواهشی داشته باشم، البته نمیتونم بگم مکمل بحثای آقبایاق چون بنده تو حوزه زبان اصلا تخصصی ندارم، اما تو حوزه تحلیل تاریخ میخواستم بگم که 2 تا نگاه هست. اگه ما داریم کسروی رو تحلیل تاریخی میکنیم، 2 تا نگاهی که البته یه نگاه سومی هم بهش مترتب میشه. یه نگاه هگله، میگه تاریخ و تحلیل تاریخ و پدیده‌های تحلیلی رو باید پیوستاری دید. یعنی اینکه مثلا اگر ما پیوستار عدد ببینیم، صفر، منفی بی‌نهایت، مثبت بی‌نهایت. کسروی رو باید از قبل تولد بعد دوران به اصطلاح حیاتش رو ببینیم و بعد حیاتش رو. این یه نگاه هگلیه. یه نگاه، این نگاه مدرنیته بوده. هگل یکی از فلاسفه دنیای مدرنه. یه نگاه هم نگاه میشل فوکوی فرانسویه. هگل آلمانی بود، میدونید همه عزیزان. فوکو میگه که تاریخ رو باید اسلایدی دید.
اسلاید دید. ببینید عزیزان، یک فرم تصویر، یعنی ما یه ثانیه تصویر رو حالا چه تو پرده سینما چه تو مانیتور تلویزیون میبینیم، از 25 یا 24، در تلویزیون 25 فرمه، در سینما 24 فرمه، یعنی 24 اسلاید توی سرعت خاصی حرکت میکنن تا چشم من و شما بیننده یک ثانیه تصویر ببینه. فوکو معتقده که تاریخ رو باید اسلایدی دید، یعنی اینکه شرایط زمان و مکان رو در نظر گرفت. یه جورایی میشه هرمنوتیکی تو روش و رهیافت هرمنوتیکی تاریخ رو تحلیل کرد، یعنی اینکه باید کسروی رو در زمان خودش، در شرایط خودش، در اقلیم خودش، جغرافیای خودش مورد بررسی و کنکاش قرار داد تا بشه اون حالا نقدی که میشه نقدی باشه که به اون واقعیت‌های کسروی نزدیک باشه و امثال حالا هر پدیده تاریخی. این یه نکته‌ای بود که خواستم جسارتاً عرض کنم. یه نکته‌ای که من از ابتدای اتاق از آقای آقبایراق به درستی شنیدم، کسروی رو باید توی یک نگاه تحلیلی اینطوری ببینیم که بالاخره کسروی یه ماسونه و عضو ماسون شده و رسما هم به این خودش اعتراف کرده و این دیدگاه ماسونی در اون روز و الان هم حتی توی تحولات جهانی یک نگاه خاصیه و اینو میشه خیلی راحت با این نگاه، یعنی با ذره‌بین و به اصطلاح فوکوس گروپی که تو بحث ماسونی میشه، کسروی رو بهتر شناخت. البته من مجبورم اینجا یک ضرب المثل ترکی رو بگم. ترکی دل اینجا دیریخ که در زبان فولکلور و ضرب المثل، بوخچی یا همون اره فارسی اومد تو جنگل خواست درختار رو بندازه. حالا تو زبان ضرب المثل میگن که درختار اون رفتن پیش بزرگشون، پیرشون، مریدشون، به اصطلاح مرشدشون، گفتن که دشمنی اومده هممون رو داره خیلی راحت میندازه. اون بزرگشون گفتش که برید ببینید از خودمون درونش هست یا نه. اومدن گفتن بله اتفاقا دستش چوبیه و از خودمونه و اون گفت حالا خب این میتونه کارساز باشه، باید خیلی مواظب باشیم. من میخوام بگم که ماسون ها، حالا بحث اصلیش که حتی حکومت انگلستان هم تحت پوشش اونا بوده، اون مقطعی که اینا به اصطلاح گستردگی فعالیتشون رو تو سطح جهان اعلام کردن، اینها سعی کردن از طریق نفوذ و استحاله هویت‌های فرهنگی و ملی منطقه و جهان و حتی بین الملل رو تحت تاثیر اهداف خودشون قرار بدن. بنابراین اینی که کسروی توی مقطع تاریخی چه نگاه هگلی مدرنیته داشته باشیم، چه نگاه فوکویی پست مدرن و چه نگاه تلفیقی، سومی رو من به خاطر اطاله وقت نگفتم که تلفیق هر دو ایناست. خودم هم معتقد به این نگاه هستم که اگر تاریخ رو ما تحلیل میکنیم هم باید به قولی پیوستارش رو ببینیم هم اسلایدش رو ببینیم، یعنی دو نگاه رو با هم ببینیم. در هر دو صورت این دو نگاه تحلیلی میتوان کسروی رو توی یک به اصطلاح به قولی پکیج یا یک به قولی پازل ماسونی و استعماری دید برای نابودی یا تحریف، حالا اگر خیلی اغراق‌آمیز نگیم، قضاوت نکنیم، برای تحریف هویت بود. من زیاد حرف زدم، نمیخوام وقت اتاق بگیرم، نظم اتاق به هم نخوره. واقعا استفاده میکنم از به اصطلاح معلومات و اطلاعات دقیقی که آقای دکتر آقبایراق با تحقیقات مفصلی که عمری براش گذاشتن و به قولی دود چراغ خوردن بهره ببریم. ممنون و سپاسگزارم. منم خیلی تشکر میکنم جناب آقای ممقانی از نظراتتون و اینکه ما این برنامه رو ادامه خواهیم داد و ببینیم که چقدر میتونیم بهتر و دقیقتر روی مسائل زوم بشیم بدون اینکه نگران وقت اتاق باشیم. این هم یک موضوعی ما از شما بسیار خواهیم آموخت در تحلیل های تاریخی، چون رشته شما هم در ساحه علوم سیاسی هست. بسیار
ما نیاز داریم که نگاه سیاسی به اون دوره رو، مخصوصا دوره وکالتی که دوره همزمان با رضا شاه و احمد کسروی و جریانات تیمورتاش و بسیاری مسائل دیگه هست، اینها هم از دید ما نباید غافل باشه. من اتاق رو خدمت کیمیا خانم میدم، چون بهتره که آخر اتاق هست و صحبت‌های آخر رو هم از کیمیا خانم و جناب آقای مهندس راشدی و جناب آقای رحیم آل بایراق بشنویم. متشکرم مجددا. بفرمایید خانم. ممنونم از همه بزرگواران که هم با ما بودین و هم از اساتیدمون که روی استیج هستن، خصوصا آقای دکتر رحیم آقبایراق که واقعا من دارم فکر میکنم بسیار زحمت کشیدن و 90 دقیقه بالاخره بدون استراحت دارن صحبت میکنن. این کار راحتی نیست. حالا شاید وسطش یک پازه، یک تفریح، یعنی یک وقفه ای افتاد. به خاطر همین باز خسته کننده است این همه صحبت کردن. ازشون متشکرم. من ترجیح میدم آقای راشدی عزیز رو بشنوم. کاوه عزیز هم مطمئنا اگر صحبتی رو داره با ما در میون بذاره. یه لحظه احساس کردم جناب آقای تابا مایک زدن یا به این شکل به چشمم خورد، ولی از آقای راشدی بشنویم و کوتاه از آقای کاوه و بعد بریم مطالب دیگر رو. بفرمایید آقای راشدی. مجددا سلام عرض می کنم. در ادامه بحث موضوع کسروی باید عرض کنم که کسروی راجع به چند تا روستایی که صحبت شد که استناد می کند به اون روستاهایی که نزدیکای مرند هست، زنوز مرند، گلنگایه و یکی دو تایی دیگه، و روستاهایی که در نزدیکای اهر و خلخال هست، و میگه چون این چند روستا زبانشون غیر ترکی هست، پس در حقیقت زبان اصلی مردم آذربایجان غیر ترکی بوده. در عین حالی که همون زبان گرینگایه فرزند زنود با زبانی که در نزدیکای اهر و خلخال صحبت میشه کاملا متفاوته و قابل درک و فهم برای همدیگه نیست، برای کسروی اصرار داره که اینها همون زبان آذری هست. ولی اگر قرار باشه به دلایل و مستندات آقای کسروی استناد بکنیم که اگر چند روستا در آذربایجان دلیل بر غیر ترکی بودن مردم آذربایجان باشه، به جای این چند تا روستا فرض بگیریم که اصلا 5 تا 10 تا روستا، این هزاران روستایی که در آذربایجان هست، آیا دلیل بر غیر آذری بودن و ترکی بودن مردم آذربایجان نیست؟ یعنی این چند هزار تا روستایی که در آذربایجان هست، به خصوص در مکانهایی که دسترسی به اونجا اصلا بسیار سخته و در میان کوههای سر به فلک کشیده سهند و سبلان جای گرفتن و به ترکی هم صحبت میکنن، اینها دلیل بر ترکی بودن این زبان مردم این دیار نیست. فقط دلیل همون 4 تا زبان هست، 4 تا روستا هست که غیر ترکی صحبت میکنن، که البته اون هم دلایلی داره که مربوط میشه به تاریخ که در چه زمانهایی حتی اونها هم کوچانده شدن به اون مکانهایی که دیگه اینجا فرصتی برای توضیح اون نیست. ولی اگر به اون استناد بکنین، باید بگیم که زبان کل مردم ایران ترکی هست. چرا؟ به خاطر اینکه جز سیستان و بلوچستان در تمام استانهای ایران و شهرهاشون چندین روستای ترک وجود دارن. یعنی غیر از استانهای شمال غربی که استانهای آذربایجانی باشه، اگر ادامه بدیم تا خود تهران و دماوند و فیروزکوه و قم و کاشان و اصفهان و تا استان فارس و تا خود بوشهر، اینا همه مناطق و جغرافیای به هم پیوسته مردمانی هستند که به زبان ترکی صحبت.
و در هیچ کدوم از این استانها نمیشه گفت که چند روستای ترک زبان نیست. یعنی در همه این استانها مردم چند روستای ترک زبان هست. پس اگر اینجوری باشه باید ما ادعا بکنیم همه مردم ایران در اصل زبانشون ترکی بود، که این دلیل آقای کسروی دلیل بسیار کودکانه هست که ما نشون دادیم که اگر قرار باشه اینجوری باشه پس ما ادعای این چنینی داشته باشیم، در حالی که تاریخ نویسان خود ابن بطوطه سیاح معروف هم که حدود 750 سال پیش سفری به ایران داشته، وقتی که از طرف آبهای جنوب ایران میخواسته وارد ایران بشه و به شیراز و اصفهان و حتی تبریز بیاد، میگه که من از طریق ترکان تونستم به شیراز بیایم، به خاطر اینکه راهها غیر امن بوده، ولی ترکان ما را، که البته صحبت در اون زمان به جای ترکان از ترکمنها استفاده میکنه، از کلمه ترکمنها، که در تاریخ دوستان میدونن که ترکها و ترکمنها یک واژه هستن و یک معنی را دارن. اون موقع باید میشه ادعا کرد که همه ایران ترک هستن. اما راجع به مسئله این که ادعا دارن سلجوقیان مردم آذربایجان را ترک کردن، همینجور که آقای دکتر بایراق هم اشاره کردن، گفتن که خب این سلجوقیان به جاهای دیگه هم حاکم بودن و چرا جاهای دیگر رو ترک نکردن. و من تکمیل کنم این مسئله رو که سلجوقیان 160 سال بر ایران حکومت کردن که 4 سالشون پایتختشون نشابور بود، 22 سال شهر ری بود و 134 سال پایتختشون اصفهان بوده. هیچ کدوم از شهرهای آذربایجان پایتخت سلجوقیان نبوده. پس چطور می شود زیر پای خودشون، یعنی پایتختشون، مردم و پایتخت سلجوقیان ترک زبان نمی شوند، ولی صدها کیلومتر دورتر و اون جاهایی که اصلا حاکمی پایتختی در اونجا نداشتن اونجا رو ترک زبان میکنن. پس اینا دلایلی هست بر اینکه زبان ترکی به شکلی باید به اصطلاح از ایران نسلشون کنده بشه که زبان فارسی فقط حاکمیت داشته باشه. در هر حال اینجا کسروی راجع به موضوع این که میگه که در علاوه بر اون روستاهایی که اسم میبره راجع به صفی‌الدین صحبت میکنه، شیخ صفی صحبت میکنه که زبان شیخ صفی هم گویا آذری بوده. نمونه میاره که صحبتی داستانی رو میاره که از کتابش صفت و صفا، که در حقیقت اون رو هم تحریف میکنه، میگه به جای اینکه مخاطب رو قرار بده که این مخاطب از من، بهتره که اون گفته کسروی رو اینجا دقیقا چیز کنم، بخونم که ببینید. وی به نقل از کتاب صفت و صفا ابن بزال از زبان شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی‌الدین اردبیلی میگوید دام الله برکاته، یعنی شیخ صدرالدین گفت که باری شیخ، یعنی شیخ صفی، در این مقام که اکنون مرقد مطهر است نشسته بود و به کلمات دلپذیر مشغول بود و جمعی از حضرتش خوش نشسته و مجلس روحانی پیوسته. ناگاه علی شاه جوشگانی در آمد که از اکابر دنیاداران ابنای زمان بود و پادشاه ابو سعید او را پدر خویش خواندی و شیخ اعزاز فرمود و قیام نمود. علی شاه چون در آمد گستاخوار شیخ را در کنار گرفت و گفت حاضر باش به زبان تبریزی، گو حریف ارجاته. کسروی اینجا میگه یعنی این شیخ علی شاه گفت به شیخ صفی، گفت حاضر باش به زبان تبریزی، اما جمله علی شاه را میاره میگه گو حریف ارجاته. در اینجا یعنی سخن، و اینجا توضیح داده که
ادامه داده یعنی به سخن به صرف بگوی، در حالی که به طرف بگو حریف ارجاد گو حریفت شیاطه، یعنی بگو به حریفت که حریفت اومده. یعنی اینجا جوشگانی به یک فردی دیگه میگه که به شیخ صفی بگه که بگو گو حریفت شاته، یعنی بهش بگو که حریفت اومده. و این حریفت جاته را کسروی میگه این در حقیقت زبان آذری هست، در حالی که اینجا جوشگانی به یک فرد دیگه میگه که یعنی تو بگو که حریفت اومده. یعنی در حقیقت این مستقیم به شیخ صفی نمیگه. اگر قرار بوده مستقیم به شیخ صفی بگه حریفت اومده، میگفت که حریفت حریف ارجاعته، نمیگفت گو حریف ارجاعته. یعنی در حقیقت به یه سوم شخصی میگه که بگو به حریفت اومده. در نتیجه اون چون چون آقای علی شاه نمیتونسته به ترکی صحبت کنه، به یک فرد دیگه ای میگه که به شیخ صفی بگه حریفت اومده. در هر حال اینم تحریف کسروی است که از علی شاه جوشگانی تحریف میکنه، به شکلی دیگه استفاده میکنه که اون کلمه را به جای این که یک فردی بهش فرد دیگه گفته باشه، میخواد نشون بده که مستقیما به شیخ صفی گفته به اون زبان. خیلی متشکرم. من هم خیلی متشکرم. آقای دکتر رای مبارک بفرمایید. بله. آقای مهندس، حالا مثلا من یه تعبیر دیگه هم میتونم از این داشته باشم، به خاطر اینکه در تحلیلی که آقای کسروی فرمودن گفتن که این به قول شما گفته سخن به صرف بگو حریفت رسیده، از ابن بزاز که اینو نقل کرده. حالا اینجا ژاته رو رسیدن معنی کرده. خب یعنی در کل متنی که همون ابن بزاز نوشته، در همون جا هم سخن به صرف بگو حریفت رسیده. این ژاته اگه رسیدنه، خب با چاته چاتماخ بیره چاتماخ، با چاته گولا حرفین چاته، خب اینطوری هم میشه تعبیر کرد. ولی به قول شما از اون زاویه باید میگه که به زبان تبریزی بگو که حریف چاته. من تحلیل شما رو خیلی منطقی میبینم. یعنی ما اینجا صحبتی که کردیم، هم هگلی هم هرمونتیکی، ببینید ما بیشتر بر اساس منطق و استدلال داریم بحث میکنیم. یعنی اون نگاه هایی که احتمالاً این شکلی تحریف شدن و خیلی راحت میشه صحبت کرد و اگه جوابی بود اونها رو شنید. من هم از کیمیا خانم متشکرم که اولا عنوان این اتاق رو زبان آذری قرار ندادن، ترکی قرار دادن، به خاطر اینکه هر چقدر در مورد زبان آذری آدم صحبت میکنه در واقع اون جا افتاده تر میشه، وسیع تر میشه و هر چقدر ما بتونیم به جای این در مورد ترکی و زبان ترکی نقد بکنیم، حتی کسروی و زبان ترکی، این شایسته تر هست. دوست عزیزی پرسیدن که مادها آیا مهاجرت کردن. ما هیچ دلیلی برای اصلا وجود مادها جز چند تا سخن و توصیف افسانه‌ای که اونم گفتیم ماناها هستن و چند تا کلمه مثلا مادها خدمتکار میگفتن لوگالامش. لوگال که خب میدونیم گالن لو، همان پادشاه سومری ها به پادشاه میگفتن گالن لو. حالا لو رو چون پسوند هست اول می‌نوشتن تحت تاثیر اکیدی قرار گرفته و گالامش بیلجلمش تختامش، اینها میدونید همه اینها فرم و اصلا ساختار لغت نشون میده که ترکی هستن. ما جز چند تا کلمه از زبان مثلا آشوری ها چیزی در دسترس نداریم، جز چند تا اسمی که در مورد مات ها و همون دوستی که صحبت کردن که مات سرزمینی که شیبدار هست، میتونه این تعبیر خوبی باشه، به خاطر اینکه اونها به سرزمین گفتیم که در بین النهرین ماد میگفتن. اما آقای الیاربگ که میگن نگران وقت و اتاق نباشیم، من خیلی صمیمانه و صادقانه میگم که من با اینکه آدم نظامی اصلا نیستم، ولی خیلی تابع مقررات و نظم اصول خیلی شدیده هستم که ساعت 10:30 باید من بخوابم. اون موقع هایی که کلاب هاوس داریم و دیرتر میشه دیگه خوابم پریشان میشه و بعد خوابی به سراغم میاد، چون صبح اول وقتم با اینکه نه شغل دولتی دارم نه اصلا الان من بیکارم دیگه، شغلی ندارم، ولی حتما ساعت 5:30 من باید بیدار بشم و به خاطر همین اون نظم به هم میخوره. اگه ساعت مثلا
8 حتی اکثر 9 شروع بشه این فوق العاده است که ساعت 11 هم تموم میشه و 11 و نیم هم تموم میشه. هرچند که میدونم خیلی از دوستان ما به خاطر شغلشون دیرتر خونه میرسن تا یک شامی بخورن، استراحتی کنن، ساعت 10 میتونن مناسب هست که این مطالب رو بشنون و برای این باید یک چاره اندیشیده بشه. من سخن دیگری ندارم جز تشکر از همه عزیزان و بزرگواران و اساتید و به خاطر فرصتی که شما درست میکنه که این مطالب جمع‌بندی بشه در یک پکیج صوتی عرضه بشه و بعدم بتونم دوستان زیادی که میخوام مراجعه کنم و گفتم که خیلی راحت هست شنیدن این صوت نسبت به خواندن کتاب و احتمالاً در آینده بر اساس این استنادهایی که اینجا صحبت میشه کتاب‌ها مقالاتی نوشته بشه به خاطر این قدردانی میکنم. خیلی ممنونم. شب خوبی داشته باشید. من هم ممنونم جناب راشدی. مایک شما باز هست. البته جناب دکتر فکر نکنم الیار این مسئله رو مطرح کرد، شاید یه خطای گفتاری بوده، ولی کن حالا دیگه وقت و اتاق رو نمیدونم، دوست داشتم کاوه و آقای تابان رو هم بشنوم، ولی کن زمان و اتاقمو واقعا دیگه 9 دقیقه از 2 ساعت هم گذشته. من فقط میتونم بگم که متشکرم از همتون که با ما بودین. سعی میکنم با من سیستمم خرابه ردیفش کردم، امیدوارم یه موسیقی کوتاه رو بتونم برای شما اینجا در واقع تقدیم بکنم. اگر هم اختلالی بود من سریع موزیک رو میبندم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ضمن مطلبی یادم نرفته بگم، ما قرار بود قبل یه چند تا پیغام داشتم در خصوصی که قبل انتخابات در خود آذربایجان دوستان از ما خواسته بودن که اتاقی رو باز کنیم، ولی من یعنی نتونستیم با چند تا از بزرگانمون صحبت بکنیم این مسئله رو پیش ببریم، خصوصا اونها فعالینی که در داخل ایران هستن، چون اونایی که در خارج هستن آنقدر که واقف باشن به مسائل که چرا میشنون از اخبار، ولی اونایی که داخل هستن طبیعتا بیشتر به این مسائل رو از نزدیک دارن میبینن. ولی که بعد انتخابات ما شاید باز دوباره یه هماهنگی بکنیم با کسایی که از داخل ایران هستن، این انتخاباتی که در آذربایجان شکل گرفته رو یه تحلیل و بررسی بکنیم و در واقع یه اطلاعاتی رو با شما عزیزان تبادل نظر و رد و بدل بکنیم. این از من، این هم خواستم در خدمتتون عرض بکنم. از شما یک دنیا ممنونم. موسیقی رو میذارم، امیدوارم که سیستم من بتونه این موسیقی رو برای شما اجرا بکنه. اگر نشد مایک رو میبندم و خدا نگهدار.